نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگری از این برنامه تماس مستقیم با شما عزیزان. و همونطوری که میدانید در این برنامه که منبری است برای بینندگان عزیزمان، می توانید در مورد موضوعات مختلف دلگفته‌هاتون، سوالاتی اگر دارید، شبهاتی اگر دارید، می توانید در این برنامه آزادانه مطرح بکنید. و تشکر می کنم از تک تک شما عزیزان، از بینندگان عزیز و بزرگواری که پیام فرستادن، از طریق واتساپ تماس گرفتن و عزیزانی که اظهار لطف و محبت کردن. از همه شما عزیزان تشکر می کنم. و بعضی از دوستانی که بهشون قول داده بودیم که باشون تماس میگیریم، شماره‌شون رو یادداشت کرده بودیم، انشاءالله در فرصت مناسب سر نوبت انشاءالله باشون تماس خواهیم گرفت به یاری الله سبحانه و تعالی. و میریم سراغ سوالات این هفته. بعضی از سوالاتی رو که مدت هاست دوستان از طریق واتساپ شبکه فرستادن، انشاءالله در این برنامه جواب خواهیم داد. شروع میکنیم از خواهری که 4 شماره آخرشون 5048 است. نوشتن استاد محترم 7 سال میشه که عروسی کردن، 3 فرزند دارن، 2 پسر و 1 دختر و خودشون هم استاد مدرسه بودند. شوهرشون تبلیغی است و به صورت عام تبلیغ دین می کند. اما نوشتن که در خانه با ایشان اظهار محبت نمی کنه، مثل بیگانه رفتار می کنه، به ایشان و به خواسته های بچه‌هاش توجه نمی کنه. نوشتن که خیلی کوشش کردن که باهاش صحبت کنن و با محبت بفهمانند، اما نشد. نمیدانم مشکل در کجاست. حتی مثال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو برایش گفتم که چگونه با ازواج مطهرات رفتار میکردن، اما توجه نکرد. زندگی من همین قصه میگذرد و نوشتن که بسیار دلسرد شدن و دیگر حوصله این زندگی را ندارن. حتی این رویه باعث شده افسردگی بگیرن و بر روی فرزندانشان هم تاثیر بد گذاشته. نوشتن که ما را راهنمایی کنید. ببینید، اولا باید در اینجا یک موضوعی رو خدمت شما عزیزان بیان بکنم که ایشون تبلیغ چی رو میکنه؟ تبلیغ کدام دین رو میکنه؟ و این متوجه همه عزیزانی است که به شکلی با جماعت تبلیغ خارج میشن و به قول معروف نیت میکنن با اونها خارج میشن برای تبلیغ دین. با اونها میگیم دین اسلام فقط تبلیغ نیست. دین اسلام یک منشور زندگی است. دین اسلام همه شئون زندگی انسان رو در بر میگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ولا تنس نصیبک من الدنیا. آنچه که در دنیا نصیب تو هست از تفریحات، از خوبی ها، از نعمت ها، از آنچه که در اختیار تو قرار داده شده است از طرف الله سبحانه و تعالی، از همه اینا باید استفاده کنی. اینا رو نباید فراموش بکنیم. ما نباید یک جانب دین رو بگیریم و جانب دیگر رو رها بکنیم. حتی در مورد جهاد وقتی که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه در مورد اینکه شما به جهاد برید و به جهاد تشویق میکنه و این همه اجر و پاداش فراوان برای جهاد در نظر گرفته شده،
الله سبحانه و تعالی جانب دیگری از زندگی رو که علم هست و معرفت هست اونها رو فراموش نمیکنه. میگه که یک گروهی از شما باید چیکار بکنن؟ به جهاد برن و یک گروه دیگری باید به تفقه در دین، آموزش و پرورش بپردازند. در سوره توبه در اینجا برای ما بیان میکند. ببینید دوستان عزیز، مثلا تبلیغ با جهاد اصلا قابل مقایسه نیست. جهاد قله اسلام است. دوستان اگر این صفحه رو نشون بدن، سوره توبه آیه 122 و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، میگه اینطوری نیست که همه مؤمنان همگی خارج بشن برای جهاد برن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا فی الدین، یک گروهی باید بمانند، تفقه در دین کسب بکنند، علم کسب بکنند، نه اینکه همه پاشن برن به جهاد، مردم رو در جهل و نادانی قرار بدن. ولینذروا قومهم اذا رجعوا، و بعد از این که مجاهدینی که برمیگردن از جهاد، اون مدتی که در جهاد بودن، اونها رو باید چیکار بکنن؟ اونها رو به اونها علم بیاموزانند، به اونها فقه دین رو بیاموزانند، به اونها آنچه که از علم که از دست دادن در این مدتی که در جهاد بودن به اونها بیاموزانند. لعلهم یحذرون، تا که آنها هم برحذر باشن از مسائل دین، از مسائل علمی، نه اینکه پاشن همه برن به جهاد. جهاد یکی از بزرگترین عبادات است. یعنی جهاد اصلا با تبلیغ قابل مقایسه نیست. اگر ایشون میخواد تبلیغ دین رو بکنه، من به جای اینکه شما رو نصیحت بکنم خواهر گرامی و به شما بگم یا شما رو راهنمایی بکنم، اینجا نیاز است که شوهر شما راهنمایی بشه. باید دین فهمانده بشه. بعضی از آنها دین رو کج فهمیدن. بعضیا فکر میکنن دین فقط عبادت است. برو بشین گوشه مسجد عبادت بکن. من کسانی رو دیدم که صبح تا شب در گوشه مسجد مثلا در حرمین نشسته بودن، شب تا صبح در حرمین نشسته بودن، در اعتکاف نشسته بودن و بچه هاشون مشغول فسق و فجور و 1001 بدبختی. برای این انسان تربیت فرزندش خیلی مهمتر از اعتکاف نشستن است. تو میری اعتکاف میشینی که اجر و ثواب کسب بکنی، فردا فرزندت گمراه میشه، هر کس که هر جا ببینه میگه خدا پدر و مادرش رو لعنت بکنه. مثل همون حدیثی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن وارد جنت نمیشه کسی که پدر و مادرش رو لعنت بکنه. گفتن یا رسول الله مگر کسی از پدر و مادر خودش رو لعنت بکنه؟ گفت کاری میکنه که مردم پدر و مادرش رو لعنت بکنن. امروز مردم یک جانبی از دین رو میگیرن، جانب دیگری رها میگیرن. دین ما ادخلوا فی السلم کافه، در اسلام کامل داخل بشید. اسلام دین تکنولوژی است، دین علم است، دین تقوا است، دین پرهیزگاری است، دین اخلاق است، دین تبلیغ است، دین جهاد است. همه جوانب زندگی رو در بر میگیره. ایشون باید یک نفری باید بیاد ایشون رو تبلیغ بکنه. متاسفانه یکی از مشکلات برادران تبلیغی ما همین است. ما همیشه تعریفشون کردیم از خدماتشون، از دعوتشون، از اینکه چه خدمات ارزنده‌ای به اسلام و مسلمان ها کردن، در اقصا نقاط دنیا جاهایی رفتن برای تبلیغ دین که هیچ کس نمیتونست بره. همه اینا قابل قدر، اما یکی از مشکلاتی که دارن همین است. الا بالله که یک نفری رو از یک جایی باید بکشن بگن تو بیا با ما تبلیغ بکن. بابا جان اون شخصی که در اونجا نشسته شاید اون خدمتش به دین خیلی بیشتر از تبلیغ باشه. به طور مثال یک تاجر خیلی موفقی رو اومدن کلهشو خوردن، آقا تو باید به تبلیغ. الان کاروبار خود زندگیشو رها کرده، سال 3 بار 4 بار میره با اینا تبلیغ. بابا جان این تاجر دیندار و مسلمان اگر تجارت بکنه، پول حلال کسب بکنه، در راه خدا خرج بکنه، مدرسه ای رو تکفل بکنه، پل بسازه، بیمارستان بسازه، خدمات اجتماعی انجام بده، خیلی بهتر است از اینکه بره تبلیغ. وانگهی برای تبلیغ رفتن علم نیاز است، نه اینکه شما هر کسی را از سر کوچه بردارید و ببرید برای تبلیغ. به این برادر عزیزمون نصیحت میکنیم که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرماید که وعاشروهن بالمعروف، شما با زنهایتان رفتار نیک داشته باشید. رفتار نیک یعنی چی؟ آنچه که از بهترین هایی رو که در یک جامعه مردم برای همسرانشون
تهیه میکنن شما باید تا حد توانتون تهیه بکنید. منظور از بالمعروف همین است، نه آنچه که غلوب باشد، نه آنچه که تفرید باشد، وسط اعتدال. شما زن و بچه تو رها میکنی که میخوای برید تبلیغ، یعنی در کدام دین گفته؟ آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم همچین تبلیغیای تربیت کردن؟ هر کدام از صحابه ببینید که 3-4 تا خانواده رو به اصطلاح تنبیهش رو میکردن. به خاطر همین بعضی از مردم متاسفانه دین رو کج میفهمند. تو رفتار خوبی که با همسر و تو فرزندانت بکنی خیلی مهمتر از تبلیغ است. این جزء فرایض است، این فرض شده در قرآن کریم. وانگهی الله متعال در سوره روم آیه 21 میفرماید که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. شما در کنار همسرانتان آرام بگیرید. این چه نوع آرامی است که تو زن و بچت رو ول بکنی بری برای تبلیغ و اونها ناراحت و افسرده باشن؟ سکون آوردن در زندگی وظایف یک شوهر است. و جعل بینکم مودة و رحمه. کجاست این مودت و رحمت در زندگی شما؟ مودت و رحمت و سکون در زندگی زناشویی آوردن از تبلیغ خیلی مهمتر است. شما با این کارتون، با ایجاد یک خانواده نمونه در جامعه، بهترین تبلیغ رو. بعضیا فکر میکنن فقط تبلیغ این است که تو یک عمامه سرت بکن، ریشتو بگذار و برو در کنار جماعت تبلیغ. و گاهی اوقات ما با رفتار و کردارمون میتونیم بهترین تبلیغ رو در یک جامعه بکنیم، بهترین الگو باشیم برای مردم. مردم الگو پذیر هستن، مردم از الگوهای نیکویی که در جامعه است کپی برداری میکنن. در سوره بقره آیه 228 میفرماید ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. برای زنها همان حقوقی هست که برای مردها وجود داره. همونطوری که شما توقع دارید، متاسفانه بعضی از مردای جامعه ما توقع دارن که زن باید همه آنچه در آیات و احادیث آمده که نمیدونم باید خدمت شوهرشو بکنه، باید اطاعت بکنه، هر وقت گرو صدا کرد سر تنورم که باشه جوابشو بده، خواسته هاشو برآورده بکنه، امانت دار باشه، خوش اخلاق باشه، عفیف باشه، با حیا باشه، پاک دامن باشه الی آخری. نوبت خودشون که رسید نه آیه است نه حدیثی است، هیچ. نه الله متعال میفرماید که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. همونطوری که اونها یک سری حقوق و واجباتی رو باید مراعات بکنن، شما هم باید مثل آنها یک سری حقوق و واجبات رو مراعات بکنید. یک طرفه نباید باشه. بعضیا نه، فقط فکر میکنن که هر چه هست بالای زن هست، مرد هیچ وظیفه‌ای نداره، هر غلطی که دلش خواست انجام بده. اینطوری نیست. در آیه دیگر در سوره نساء، آیه طولانی است، در قسمت آخرش میگه فإن أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا ان الله کان علیا کبیرا. و اگر که اونها اطاعت شما را کردن، شما بهانه جویی نکنید، دنبال اذیت و آزارشون نباشید. بعضی مردها هستن متاسفانه بهانه گیر هستن، به هر شکلی که شده باید یک بهانه‌ای بگیرن در زندگی. چی میگن؟ آقا نباید به زن رو داد، نباید زن رو پر رو کرد. این اشتباهه. شما نباید در زندگی بهانه گیر باشید. که بعضی مردها فقط دنبال بهانه میگردن که یک چیزی پیدا بکنن و اون رو بزرگ بکنن و زن بیچاره رو تحت تاثیر قرار بدن، یا اون سلطه مردانگی خودشون رو ثابت بکنن. بهانه‌گیر نباشید، دنبال بهانه نگردید در زندگی. چیزای خرد و ریزی که در زندگی اتفاق میفته اینا رو بزرگ بکنید و سبب بشه که شما بعضی خواسته ها و هوا و هوس خودتون رو بر اونها بقبولانید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این تبلیغی مثلا تبلیغ چی رو میخواد بره بکنه؟ تبلیغ دین. خود دین و رسول الله میگه خیرکم لاهلی. نگفته خیرکم الذین یذهبون لجماعة التبلیغ، خیرکم الذین یبلغون الدین. گفته خیرکم لاهلی لاهله و انا خیرکم لاهلی. بهترین شما کسی است که برای همسرش، برای خانوادهش بهترین باشد و من بهترین شما برای خانواده‌ام هستم. شد تعریفات و تمجیداتی که همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم از ایشان میکنن. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. کسی که ایمان دارد به الله و روز آخرت، همسایه‌اش را اذیت نکند. بعد از اون مباشرتا میفرمایند واستوصوا بالنساء خیرا. شما را وصیت میکنم که با زنها به نیکی رفتار کنید.
به نیکی رفتار کنید همه خوبی ها رو در بر میگیره. یک زنی که پدرش و مادرش و قومش و خیشش و همه عزیزانش رو رها میکنه میاد در کنار تو پاشو با 4 نفر برو جماعت تبلیغ. تو فکر، من نمیگم تبلیغ نکنید، هر چیزی به اندازش، هر چیزی از حد اعتدالش که بگذره، باز چه پایین باشه چه کم باشه چه زیاد باشه زندگی رو مختل میکنه. بعد از اون میفرماید فإنهن خلقن من ضلع، اونها از پهلو آفریده شدن. و ان اعوج شیء فی الظل علی، این قبرقه ها از قبرقه ها آفریده شدن. حکمت الله سبحانه و تعالی، خلقت الله متعال است. قبرقه دیدید همیشه کج است. ببین چقدر زیبا پیامبر مثال میده. فإن ذهبت تقیمه کسرته، اگه خاصی اینو راست بکنی میشکنی. شکستن یعنی چی؟ طلاق، جدایی. نمیشه. بعضی چیز طبیعتش اینطوری است. زیبایی این قفسه سینه در این است که همون کج باشه، تو راستش کردی میشکنی. و این ترکته لم یزل اعوج، اگر رهاش بکنی کلا همونطوری کج میمانه. فاستوصوا بالنساء خیرا، باز تاکید میکنن در آخرت باز انها به نیکی رفتار بکنید. در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اتقوا الله فی النساء، شما از الله بترسید در مورد زنها. فانکم اخذتموهن بامانه الله، شما اون را به عنوان یک امانتی از جانب الله گرفتید یا امانتی از الله گرفتید اونها رو. یک زنی که تا دیروز یعنی دست نامحرم به او نرسیده بود، تو با 2 کلمه بله و یک خطبه نکاح رو برای خودت حلال کردی، به نام الله حلال کردی. نمیگن که وقتی خواستگاری میرن که بنابر فرموده الله و سنت رسول الله من از این دختر شما خواستگاری میکنم. به نام الله خواستگاری میکنید، به نام الله نکاح میکنید. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی که با نام الله شما اونها رو برای خودتون حلال کردید، این امانتی است در نزد شما. و استحللتم فروجهن به کلمت الله، و اونها رو برای همبستری خود حلال کردید با نام الله سبحانه و تعالی. پس با آنها به نیکی رفتار بکنید، در مورد آنها از الله سبحانه و تعالی بترسید. تویی که تبلیغ میری زنت نصف شب یک آهی بکشه، یک بددعایی تو رو بکنه، از اون وحشت و تنهایی که از رنج ببره، تو فکر میکنی که از این تبلیغ دینی که تو داری میکنی تو سود میبری، ثواب میبری. بعضیا متاسفانه دین رو گفتم کج فهمیدن. در حدیث دیگری میفرمایند که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کاملترین مؤمنان که از نگاه ایمان کامل باشن مؤمنینی هستن که خوش اخلاق باشن. بعد از اون چی میگه؟ و خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما کسانی هستن که بهترین باشن برای زنهایشان. متاسفانه در جامعه ما طرف در بیرون مانند ملائکه است، چنان رفتار میکنه که تعجب میکنید که این فرشته است. این وقتی که خانه برمیگرده شمر ابن ذوالجوشن یا شداد ابن نمرود. چرا؟ در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خیارکم خیارکم لنسائهم، بهترین شما کسی است که بهترین باشه برای همسرش. طرف بهترین است برای مردم در کوچه و بازار، خانه که آمد یک حیوان درنده میشه. بعد این آقا بره مثلا تبلیغ بکنه. تو چی رو میخوای؟ تو اول بیا همینا رو تبلیغ بکن. متاسفانه یکی از مشکلات دیگری که در جماعت تبلیغ وجود دارد این است که یک جانب دین رو تبلیغ میکنن. مردم رو به نماز تشویق. اوکی، نماز خوب است، نماز ستون دین است، به نماز، لکن دین تنها نماز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، بهترین مؤمنان که از نگاه ایمان کامل باشن خوش اخلاق ترینشون است. مسائل اخلاقی کمتر بهش توجه میشه، مسائل اعتقادی کمتر بهش توجه میشه. عقیده مهمترین بخش زندگی است. آقا طرف خوش اخلاق باشه، نمازگزار باشه، همه عبادت ها رو به تمام و کمال انجام بده، اما در توحید مشکل داشته باشه،
ان الله لا یغفر ان یشرک به شیئا و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله متعال کسی رو که چیزی رو با او شریک بیاره ابدا نمیبخشه، غیر از این هر چی رو باشه میبخشه. مهمترین چیز عقیده است. متاسفانه در جانب عقیده خیلی کم کار میکنن، الا بعضی گروه ها خیلی اندک بیشتر میپردازن به عبادات، در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم 13 سال در مکه مکرمه همه دعوت و تبلیغشون روی عقیده بود. آیات احکام رو ببینید، کلا در غیر از نماز که در سالهای اخیر مکه نازل شده، بقیه عبادت ها، نماز، روزه، زکات، حج، قصاص، انواع احکام کلا در مدینه نازل شده. آیات احکام 99% مدنی است. 13 سال پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه تبلیغ عقیده کردن و این در خانه کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته، هر کدام شما مسئول هستید. مرد در ادامه حدیث، نص حدیث پیامبر مرد در خانه مسئول است، زن در خانه مسئول است، ولی امر مسئول است. هر کس مسئولیت داره و هر کس در مورد زیر دستانش مورد بازخواست قرار میگیره. در حدیث دیگری میفرمایند کل نفس من بنی آدم سید، هر کس از انسانها یک سیادتی داره، یک مسئولیتی داره، یک سرداری داره به قول تاجیکا. فالرجل سید اهله، مرد سردار یا رئیس یا مسئول خانواده است. والمرأة سیدة بیتها، والمرأة سیدة بیتها، زن سردار و رئیس و مسئول خانهش هست. هر کس باید مسئولیت خودش رو انجام بده. به بهانه تبلیغ، به بهانه نمیدونم کار، به بهانه چیز، انسان نباید خانوادهش رو و اهلش رو و همسرش رو و فرزندانش رو رها بکنه و از زیر بار مسئولیتی که داره شانه خالی بکنه. این در مورد این سوالی که خواهرمون کرده بودن. امیدوارم که این پیام من رو به همسرتون برسونید. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی ایشون رو هدایت بکنه، دین رو با کمال و جمالش بفهمن. شما هم صبر بکنید، دعا بکنید. طبیعتاً برای یک زن الله سبحانه و تعالی این اختیار رو داده وقتی که همسرش از وظایفش و از آنچه که به دوشش هست کوتاهی میکنه، حق اعتراض داره، حتی حق طلاق داره. ولیکن شما مادامی که فرزند دارین و این کانون خانواده از هم نپاشه، بشینید باشون صحبت بکنید و سرچ کنید، بگردید و آنچه که وظایف یک مرد هست در خانه برای ایشان بازگو بکنید. با خوبی، با اخلاق خوب، با رفتار خوب تجربه بکنید و همیشه دعا بکنید الله سبحانه و تعالی ایشان را هدایت بده. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد خوب هستید؟ سلامت باشید، زنده باشید. جناب استاد یک سوال داشتم در مورد صحیح المسلم از حدیث 2546. حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر دین و ایمان نزد ستاره ثریا هم باشد، مردی از نسل فارس آن را به چنگ می آورد. آیا این حدیث شریف در مورد حضرت امام ابو حنیفه رضی الله عنه است؟ کلا در مورد قوم اشاره میکنن. ایشان در حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اشاره میکنن که به سلمان فارسی میفرمایند که لو کان الایمان عند ثریا لناله رجال من هؤلاء. میگن که اگر ایمان در ثریا هم بود، ثریا هم ستاره‌ای که در آسمان است، اگر در ثریا هم بود یا در اونجا هم اگر باشد، مردانی از این قوم، در اینجا رجال گفته، نگفته رجل، رجال گفته. اگر که منظور تنها امام ابو حنیفه می بود میگفت رجل،
اما رجال فرمودن رسول الله صلی الله علیه و یعنی مردانی. به خاطر همین وقتی که شما در بین علمای اسلام نگاه بکنید بعد از فتوحات زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه تا همین 100 سال اخیر که سرزمین فارس قبل از صفویت بگیم، قبل از 500 600 سال قبل، سرزمین فارس مهد علمای اسلام بود. مثلا از سرزمین فارس تنها امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نیست، امام بخاری است، امام مسلم هست، امام سجستانی ابو داود سجستانی است، امام اصفهانی است، امام جرجانی هست یا گرگانی، فعلا گرگان در عربی میگن جرجانی، ابن ماجه قزوینی هست، علمای زیادی است. فقط از سرزمین بلخ من یک بحثی رو دیدم در تیز دکترا بود از یک دانشجویی در دانشگاه ملک سعود در ریاض که تنها در سرزمین بلخ بیش از 500 عالم بزرگ در یعنی قرون اول اسلام در اونجا زندگی می کردن که خدمات شایانی به دین اسلام کردن. تشکر از شما برادر. درسته. و یک سوال دیگه داشتم در مورد سوره احزاب آیه 40. بفرمایید. سوره احزاب می‌فرماید الله سبحانه و تعالی محمد صلی الله علیه و سلم پدر هیچ یکی از مردان شما نیست ولیکن رسول الله و خاتم پیامبران است و الله به هر چیز آگاه است. جناب استاد وقتی آیه را می‌خوانیم تمام این فرقه های کفری که نو برآمده به نام احمدیه و دروزی و بهایی و این آن تمامش منسوخ میکند این فرقه ها را و آیا وقتی که خود اسلام مینامند آیا به قرآن ایمان ندارند؟ ببینید این اکثر این فرقه ها که هستن، ما دو نوع فرقه ها داریم در اسلام. یکی از فرقه هایی که بر اساس باطل تأسیس شده، مثلا فرقه رافضه‌گری بر اساس باطل تأسیس شده. مؤسس این فرقه عبدالله ابن سبع یهودی این فرقه رو برای نابودی اسلام تأسیس کرده. فرقه احمدیه مثلا یا قادیانی که هست، این فرقه است که توسط انگلیس ها برای نابودی اسلام تأسیس شده. یا فرقه زیادی هستند در بین فرقه های منسوب به اسلام که اصلا این فرقه ها رو دشمنان اسلام برای نابودی اسلام تأسیس کردند. فرقه های دیگری هستند که هدف از تأسیس آنها نابودی اسلام نبوده است، بلکه بر اساس تعویل یا فهم غلط اشخاصی بوده است که برداشت‌های نادرست از قرآن و یا سنت داشتن. مثلا فرقه معتزله، مثلا فرقه جهمیه یا فرقه خوارج یا فرقه قدریه، اینا هیچ کدام از این فرقه ها کسانی که اینها رو تأسیس هم چی بگم، یعنی کسانی که اولین بار این افکار رو مطرح کردن هدفشان نابودی اسلام نبود، بلکه هدف یعنی سبب به وجود آمدن این افکار تعویل قرآن کریم و فهم نادرست از دین اسلام بود. در این مسئله فرقه های گمراه صوفی هم وارد می شود که اینها فهم نادرست، هدفشان نابودی اسلام نیست و نبوده، لکن فهم نادرست از اسلام دارن. برعکس فرقه‌ای مانند قادیانی‌ها و اینها که اصلا تأسیسشون توسط یهود و نصارا شده برای نابودی اسلام. و جناب استاد در یک وقت کمی آیه را تفسیر میکنیم، تفسیر انوار، و در یک حدیث ذکر کرده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی که همین آیه نازل شد این آیه به مردم دشوار آمد به خاطر که بعد از رحلت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دیگر پیامبر نمیآید و به خاطر تسکین مردم ایره فرمودن ولی مبشرات هست. مردم پرسیدن یا رسول الله مبشرات چیست؟ فرمود رویای شخص مسلمان. آیا چگونه یک رویا را ما یک اجزای نبوت و جز نبوت گفته میتونیم؟ رویا ببینین خوابی که خواب صحیح باشد، خوابی که فراموش انسان نشود، خوابی که کلاً مانند صبح روشن باشد. یعنی بعضی خواب میبینن مانند فیلم هندی، فلانی آمد و اینو کشت و اینو زد. این خوابا درست نیست. خوابی که خواب درست باشد، رویای صادق باشد، اولا خوابی است که انسان فراموش نمیکنه، خوابی که انسان در دمدم صبح مثلا قبل از نماز صبح در اون موقع خواب رو ببینه، و خوابی که در او یک سری مسائل واضح و آشکار باشه، یعنی یک سناریوی پیچیده نباشه. اینها اکثرا
جزئی از نبوت محسوب میشه، به این معنی که نه به این معنی که وحی الهی است، نه به این معنی که کسی که این خواب رو ببینه نبی است، بلکه الله سبحانه و تعالی برای بندگان شایسته خودش، برای بندگان خوبش بعضی بشارت ها را میدهد یا گاهی اوقات انسان را برحذر میدارد. به طور مثال شما قصد کردید که فردا سفر برید مثلا به هرات، شب میخوابید، خواب میبینید که مثلا یک گودال بسیار بزرگی است، در او مثلا آتش فراوانی است و شما بر لبه او ایستادید و میخواهید از اینجا بگذرید اما میترسید. یک انسان مسلمان میتونه این رو به این تعبیر بکنه: همین سفری که من دارم حتما در او کدام مشکلی هست. الله متعال به این شکل انسان رو از خطری که پیش روی او هست برحذر میدارد. یا به طور مثال خواب میبینید شما قصد ازدواج دارید، به طور مثال قصد ازدواج دارید یا قصد دارید با یک نفری مثلا یک شراکتی تجارتی رو آغاز بکنید، شب خواب میبینید که در یک باغ بسیار زیبایی هستید، یک نهر بسیار زلال و صاف و پاکی در اونجا جریان دارد، از او آب میگیرید، یک کمی مینوشید. اینو بر اساس تعبیر رویا در نزد علمای بزرگ میگم که مثلا آب رو، سرسبزی رو به معنی فراخی، به معنی رزق و روزی تعبیر میکنن. یا مثلا همین نیت رو کردید، شب خواب دیدید که یک بارانی ملایمی داره میباره بر روی مثلا شما و خانه‌تون، این تعبیر به این است که رحمت خدا بر شما میباره، پس این کار خوبی است. اینا همه یک نوع بشارت یا برحذر داشتن از طرف الله سبحانه و تعالی برای بندگان مؤمن است. تشکر از شما برادر. جناب استاد خیر باشید. زنده باشید. تشکر از شما. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. جناب استاد ان شاء الله خوب هستین؟ بخیر. سلامت باشید، زنده باشید برادر عزیز. جناب استاد اولا انا تشکر بسیار از شما میکنم جناب استاد. واقعا ویدیو شما رو دیدم، کلیپایی که شما ثبت میکنید استاد، تقریبا 2 سال شده. ما فقط منتظر هستم، هر هفته منتظر هستم که آن روی سکه ثبت شد، تماس مستقیم ثبت شد که دانلود کنم، همشان گوش بگیرم. جناب استاد تا هنوز کدام کلیپی درباره سید صادق حسینی شیرازی گذاشتین یا نه است جناب استاد؟ والا تا هنوز نه، اما ان شاء الله در این مورد باید اصلا در مورد این فرقای اصولیون و اخباریون شیعه باید یک برنامه خاص آن روی سکه داشته باشیم، حتما ان شاء الله در این مورد. دیگه استاد خواستم درباره این تصوف بدانم، یگون کتابی که مثال واقعا از قدمی با خبر شدم که اینو چگونه یک فرقه است، چگونه یک فرقه هستم. حقیقت تصوف اسم یک کتابی هست در سایت قلم یا در سایت اسلام هاوس. اصلا در گوگل اگر شما این رو سرچ بکنید به نام حقیقت تصوف با کیبورد فارسی اگر بنویسید، من می الان بنویسم اگر بتونم پیدا بکنم در کامنت میگذارم برای شما. کتاب جالبی است، در مورد تصوف صحبت کرده. خیر صدام را انشالله به کامنت بگذارین که من را دانلود کنم. چشم، حتما انشالله. زنده باشید برادر عزیز، الله متعال حفظتان کنه. سلامت باشین، زنده باشین جناب استاد. استاد خیرتان فراموش نکنید انشالله. الله متعال حفظتان کنه. سلامت باشید شما. سلام و رحمت الله و برکاته. من کتاب رو پیدا کردم، اینجا لینکش رو در کامنت میگذارم. لینک کتاب رو گذاشتم، دوستان میتوانند که باز بکنن. اگر لینک باز نشد به من اطلاع بدید که لینک دیگری رو خدمت شما عزیزان بگذارم. بیننده عزیز سوال کردن که السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد امید که خوب و صحتمند باشید، در پناه الله جل جلاله. استاد سوال بود جواب بدید. اگر زن در گوش کودک اذان دهد آیا درست است؟ من گفتم نه، چون تا حال کتاب‌هایی را مطالعه کردم، چیزی نخواندم در این مورد. نظر شما چی است میخوام بدانم. ببینید سنت است که در گوش مولود اذان دادن، در یک گوشش اذان میدن، در یک گوشش اقامت میدن. مستحب است که پدر این کار را انجام بده یا پدر بزرگ این کار را انجام بده، یا اینکه یک عالم دینی، امام مسجدی، یک شخص متقی و پرهیزگاری که این اولین کلماتی که در گوش
فرزند شما زمزمه میشه بعد از 7 روزگی، میبینید بعد از 7 روزگی کودک کمی به قول معروف جان میگیره. به خاطر میگن اولین کلمات این مستحب است، گرچه در مورد احادیثی که در این مورد آمده عرف و حدیث هایی وجود داره، اما آنچه که ابن قدامه و نووی و علما بیان کردن این است که مستحب است که پدر این کار رو انجام بده، ولو این که مثلا عالم دین نباشه، شخص مثلا دین یعنی دعوتگری نباشه، همین که مسلمان است، مؤمن است، پدر این کار رو انجام بده، مستحب است، خیلی خوب هست در گوش فرزندش اذان بده. حدیث مرفوعی است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در گوش حسن یا حسین اذان دادن. اما اینکه زن این کارو بکنه، رأی بعضی از علما این است که زن باشه یا مرد باشه اشکالی نداره، منتها مادر مثلا در اون موقع تا 40 روز در حالت نفاس می باشه، به خاطر همین بهتر این است که پدر این کار رو انجام بده. و اگر پدر نبود یا مشکلی بود یا در دسترس نبود، سفر بود، جایی بود، میشه مادر کلانی، مادر بزرگی به اصطلاح یک زن صالحه دیگری که در خانواده است این کار رو انجام بده، در صورتی که مردی نباشه اشکال شرعی نداره. یعنی من جایی ندیدم که مشکلی گفته باشن که زن نمیتونه این کار رو بکنه. و این یک فعال نیک است، حتی یک عالم دین، یک انسان متقی و پرهیزگاری که در کوچه‌تون، در محلتون باشه این کار رو انجام بده، این یک فعال نیک است. و فعال نیک رسول الله صلی الله علیه و سلم فعال نیک رو دوست داشتن. به طور مثال یک انسان خیلی صالح و مؤمنی است در منطقه شما، اسمش مثلا خالد است، احمد است، محمود است، شما فرزندتون رو به اسم او بگذارید یا به اسم صحابه بگذارید، مثلا مصعب بگذارید، حمزه بگذارید، به اسم صحابه بگذارید، به فال نیک بگذارید که انشالله فرزند شما مثلا عالم و دعوتگری مانند مصعب بشه یا مرد شجاعی مانند حمزه بشه یا یک مجاهدی مانند خالد بن ولید بشه. این رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو دوست داشتن. به خاطر این بهتر است که یک انسانی که فکر میکنید که انسان خوبی است، عالمی است، اهل تقوا و پرهیزگاری است، این کار را انجام بده. اما اگر زنی اذان بده در گوش فرزندش یا فرزند کسی دیگری، از نگاه شرعی اشکالی علما در این مورد بیان نکردن. اما آنچه که مستحب است، پدر باید این کار رو انجام بده. بیننده از دیگری سوال کردن که آیا در سجده میشه که بیش از 3 بار یا چند بار تسبیح گفت؟ ببینید، اقل کمال یعنی کمترین کمال در رکوع و در سجده این است که 3 بار باشه. تقریبا میشه گفت اتفاق جمهور علما در این مورد است. اما آنچه که بیشتر از 3 تا باشه هیچ حد و اندازه‌ای نداره. شما یک نمازی بخوان در رکوع 1000 بار بگو سبحان ربی العظیم تا اندازه‌ای که توان داری. این ذکر است و این ذکر از بزرگترین ذکر هاست. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، این از بزرگترین، اقل کمالش 3 هست که تقریبا میشه گفت همه علما متفق بر این هستن و بیشتر از اون تا هر حدی که انسان بتونه هیچ مشکلی نداره و در شریعت هیچ حد برای بیشتر از 3 بار تعیین نشده و بالعکس انسان خاصا در سجود، در سجده ها بیشتر ذکر رو بکنه انشاءالله مشکلی نداره. همه علما، من اقوالش رو اینجا الان دارم، احمد، حسن بصری، خیلی از علمای دیگر، امام نووی غیره، یعنی کمال، اقل کمال 3 و بیشتر از اون هرچی که باشه اشکالی انشاءالله نخواهد داشت. الله سبحانه و تعالی طاعات و عبادات شما را قبول بکنه. خاصا اما اگر برای امام باشه، امام به همون 3 بار اکتفا بکنه، چون که شاید در بین مقتدیا کسانی باشن که پیر باشن، مشکلات درد مفاصل، زانو، پادرد، کمردرد داشته باشن، رکوع سجده طولانی اونا رو اذیت بکنه. به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم
همیشه نصیحت میکردن صحابه رو که نماز رو، کسانی که امام بودن میگن نماز رو در حد ضعیفترین مقتدیان ادا بکنید. یعنی طرف امام باید از آل مقتدیانش آگاه باشه. در یک منطقه هست در بود، الله مطال رحمتش بکنه، یک امام خیلی انسان خیلی متقی و پرهیزگاری بود در منطقه، در شهری است به نام خمیس مشید. من چندین بار پشت سرش نماز خوندم در تراویح. شما تصور بکنید مثلا عادتا نماز تراویح در حرمین 1 ساعت الی 1.5 ساعت، در بقیه مساجد عموما 8 رکعت که میخونن در 1 ساعت تمام میکنن. حتی اونایی که 1 جزء قرآن میخونن در 1 ساعت تراویح تمام میشه، نهایتش بگیم 1 ساعت و ربع. نماز تراویح پشت این امام تقریبا چیزی در حدود 5 ساعت دوام میکرد. یعنی شما از مسجدش خارج میشدید، بعد میرفتید سحریتون رو میخوردید، دیگه آمادگی میگرفتید برای نماز صبح. الله متعال رحمتش بکنه. و در این مورد یک کتابی هم نوشته بود، خودش انسان خیلی متقی و پرهیزگاری بود. منتها در اون مسجد کسانی می اومدن که دیگه حتی یعنی من کسانی رو میشناختم که از شهرهای دیگر فقط به خاطر نماز خواندن پشت سر این امام ماه رمضان می اومدن در مسجدش نماز میخوندن، از روستاها، از شهرهای اطراف. اما خاصا در بازارها، در اماکن مسکونی، در جایی که مردم هر نوع انسان‌ها وارد مسجد میشن برای نماز خوندن، امام باید آگاه باشه از حال جماعتش. پیرمرد 80 ساله مثلا 70 ساله اومده مسجد، شما رکوع بکن مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه، خب بیچاره کمرش درد میکنه، پدرش در میاد. به خاطر همین این رو باید در نظر بگیرن. اما انسان خاصا در نماز تهجد، شما در نماز تهجد حد اندازه‌ای نداره، 1,000,000 مرتبه بگو سبحان ربی الاعلی، هرچه بیشتر ثوابش بیشتر. مثلا حتی در قرائت، مثلا صحابه‌ای بودن که در نماز شب در تهجد بقره و آل عمران و سوره نساء رو میخوندن. شما تصور بکنید تقریبا حدود 4-5 جز از قرآن رو میخوندن. و این از نگاه دین هرچی بیشتر این اذکار گفته بشه هیچ اشکالی انشاءالله نخواهد داشت، بلکه اجر و پاداش بیشتری میبرد طرف. یک بیننده عزیزی سوالی کردن در مورد یک موضوعی که واقعا حالا چند تا تماس بگیریم، بعد در این مورد مفصل صحبت میکنم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام استاد، خیلی خوشحالم که دارم باهاتون صحبت میکنم. چند روز پیشم بکنم زنگ زدم خدمتتون، باهاتون صحبت کردم که من خودم قبلا شیعه بودم و خیلی عقاید سرسخت داشتم و این صحبت‌هایی که الان دارم تو این لحظه میکنم شاید 2 سال پیش اصلا باورم نمیشد یا یه چیز خیلی محالی بود و تنها چیزی که آرزو دارم حتی شده یک نفر این راهی که من رفتم، این عمری که من حروم کردم، یه نفر دیگه این عمر رو حروم نکنه. من همین گفتم، همین الان روی سرم تمام جا من از روی پشت کمرم خالکوبی کردم که من سرگردیم، روی کمرم جای زنجیر تیغیه. میرفتم قوم پیش سه صادق شیرازی، یادم من چندین بار توی قوم بودم یا توی مشهد بودم، یه مثلا مرد مسن سنی که میدیدم به خیابون راه میرفتم دنبالش و بهش بی احترامی میکردم. من اصلا اون مرکوشین شرکت کردم تو حیاتا، خاک بر دهنم، تهران پیغمبر به اصحاب پیغمبر لعن میفرستادم و عقیدم بود. یعنی اینی که دارم صحبت میکنم همه وجودم سرشار از این عقیده و فکر میکردم که دارم کار خوبی انجام میدم. یعنی ذره تو باورم نبود که این گناهه، یعنی به نیت ثواب و رضای خدا انجامش میدادم. الله نصر. و همه این جهل و نادانی من از نخوندن قرآن بود، از ندونستن قرآن بود.
چیزی که این آخوندها به بهترین شکل ما از قرآن جدا میکنن تا به منافع خودشون برسن، تا ما با جهل نادانیمون اون مال و ثروت برسن. هیچ جای قرآن، من به بعضیا میگم توی قرآن اسم امام علی نعمتی باور میکنن، یعنی خیلی از شیعه‌های خودمون جوونامون میکنن اسم امام مستقیم اومده، یا حضرت موسی خاطره خدا بهش میگه من برادر تو هارون میفرستم کمکت. یعنی هیچ جای، همه جای خوبی قرآن جدا کننده حق از باطل امام زمان روزگار ماست. به خدا من وقتی قرآن میخونم انگار یک کسی داره جواب سوالامو میده، انگار الان دارن از شیر مادر میخورم، آب شیرین میخورم و باقی عمرم آب لجن داشتن میخوردن. ازتون خواهش میکنم ببین با قرآن میتونید که گمراه نباشید و روشن بشید. هم زمانی که بهش ظلم شد نتونست مدینه بمونه، رفت سمت از مکه رفت مدینه هجرت کرد. اگر مبنای این بذاریم که واقعا امام علی به لحاظ تکوینی داشت چرا هجرت نکرد بره یه جای دیگه؟ پس همه اینها خرافاتن، جهلن. یعنی اسلام ما نمیتونیم بگیم مسلمونیم و از بزرگان دیگه رو قلوب بکنیم و ازشون در حد خدا بسازیم. دوست عزیز اگر اجازه بدید یک سوالی بپرسم از شما. کدوم آیه یا چگونه این جرقه ایمان و توجه به قرآن کریم در وجود شما ایجاد شد؟ از کجا شروع شد این نور هدایت؟ من حقیقتش همینجوری اتفاقی ماهواره خریده بودیم، داشتم شب کار رو نگاه میکردم، آقای هاشمی داشت صحبت میکرد در مورد شهادت حضرت فاطمه. من خودم قبل از جریان همیشه داشتم سوال بود، پس پیغمبر ما اومده با حضرت موسی رفت مثلا بالای اومد همه گوساله پرست شدن، خب پیغمبر ما هم که همون شد. پس با حتما اگر پیغمبر شکست خورده ما احتیاج به یه پیغمبر دیگه داشتیم. همین بدید اینی جنگیدم با خودم، یعنی از ثابت آقای هاشمی شد و 2 سال خدا شاده با خودم می جنگیدم، یعنی میگفتم نه اینجوری نیست، نه اگر میشه این همه آخون یعنی چرت و پرت میگن، این همه حقوق میگیرن، من یعنی نمیخواستم بپذیرم. یعنی وقتی که این آیات قرآن رو میشنیدید، تفاسیر صحیح قرآن رو میشنیدید، با اون عقایدی که شما داشت یک نوع به اصطلاح تنش ایجاد میکرد در وجودتون، یک نوع به اصطلاح جنگ و جدالی بود بین قرآن و بین اون خرافات. مخصوصا سوره فرقان، و بعد سوره بقره نتونستم دیگه، واقعا دیگه واسم روشن شد که بابا اصلا من تو جهل و گمراهی بودم، اصلا قرآن اصلا نمیدونم توصیفش کنم باشی که چقدر شیرینه، چقدر زندگی انسان رو تغییر میده. یعنی وقتی میگه خدا میگه مهر میذارم تو روشن میکنم، من به خدا بعض وقتا خودم بهش میرسم که بابا من چی بودم، چقدر تو خرافات بودم، الان خدا کمکم کرد منت سرم گذاشت. ازتون خواهش میکنم فکر کنید آمریکایی، اروپایی، هر کشوری هستید و هیچ دیدگاهی از اسلام ندارید و با این باور قرآن رو بخونید، ببینید قرآن چی ازتون میخواد و چه اون نوری بهتون میده، مطمئن باشید هدایت میشید، بدون شک هدایت پیدا میکنه اگر بدون تعصب قرآن رو بخونید. الله مطالب ستون کنه. خواهش میکنم. الله مطالب ستون کنه. الله مطالب شما رو ثابت قدم بداره در این راه. الله یار و نگهدار شما. زنده باشید. سلامت باشید. تشکر میکنم از این برادر عزیز و بزرگوار. الله مطالب ستون کنه. بیننده گرامی بفرمایید. بله بفرمایید. علیکم السلام. کارشناس کی هستن؟ آقای یاسینی شما هستین؟ انصاری هستم، بفرمایید. من چند تا مناظر با ابوالقاسمی داشتم و یزدانی داشتم درباره یار قرآن رسول الله صلی الله علیه و آله. چرا اون پخش نمی‌کنید که آبروشان رفت؟ اینقدر زیر سوال قرار گرفتن که آبروشان رفت. چرا اون پخش نمی‌کنید که آبروشان بره؟
حجم شبکه اهل سنت کسی پخش نکرد که من دو مناظره به یزدانی داشتم، مناظرم به ابوالقاسمی درباره یاد قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. خوبه، شما بفرستید این کلیپ ها رو، به همین لینکش رو بفرستید برای ما در واتساپ، ان شاءالله در شبکه پخش میکنیم دوست عزیز. چی شما هستین آقای محمد؟ شما هستین. درسته؟ من یه مناظره به ابوالقاسمی داشتم. ما شما گفتن همراه بودن هیچ فضیلتی نداره. اگه همراه بودن فضیلتی نداره، چرا سعی اصحاب کهف فضیلت داره؟ میگه چیه؟ یزدانی میگه سعی اصحاب کهف با کمال شجاعت رفته بود. گفتم تو رفتی از سگ پس کردی که سگ ترسید یا نترسید، یا نعوذ بالله سگ نبوت داشت، یا سگ مثلا چی مشکلی داشت؟ سگ تغییر مذهب نداده بود، برای چی سگ بترسه؟ یک جورای جواب دادن که باشه کلیپا رو براتون نوشتم. شما بفرستید ان شاءالله به همین واتساپ. سگ ارادهش اراده خوبی بود. اراده پیغمبر مثلا اراده بدی بود. این کلیپا رو براتون میفرستم، باز شما تناقضاتش رو بگیرید پخش کنید. چشم، حتما ان شاءالله. حتما ان شاءالله. تشکر از شما. زنده باشید. خدا حافظ. بیننده عزیزی سوال کردن، این سوال شاید چند دقیقه وقت برنامه رو بگیره، اما سوال مهمی است، باید بهش پاسخ داده بشه. ایشون نوشتن که چون شبهاتی است که در شبکه‌های شیعه پخش شده و عموم شیعیان به این اعتقاد دارن و بعضی از اهل سنت از شبهاتی که اونا در این زمینه مطرح کردن متاثر شدن. من انشالله این رو سعی میکنم با اختصار اما خیلی فشرده بر اساس قرآن جواب بدم. ایشون نوشتن که سلامت بخیر استاد عزیز و محترم، درباره این که مگر می شود زنان پیامبر جز اهل بیت نباشند؟ آخوندا استناد کردن به داستان حضرت نوح که فرزندش لیس من اهلک گفته شد که خداوند به حضرت نوح فرمود فرزندش از اهل او نیست. خواستم کمی توضیح بدید، متشکرم، خدا نگهدار. ببینید بیننده دیگری هم سوالی دارن که بذارید این سوال دوتا رو با هم مدغم بکنیم بعد یک جای جواب بدیم. بیننده دیگری سوال کردن که در یکی از شبکه‌های شیعه آخوند از قرآن دلیل آورد که زن پیامبر میتونه زن بدی باشه و این گفت که این مثالی است که برای عایشه زده شده. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط. الله متعال زن نوح و زن لوط رو مثال میاره برای کافران که یعنی زن پیامبر بودن فضیلتی نیست. زن نوح غرق شد، زن لوط هم در زیر اون عذاب الهی، زیر سنگ‌های آتشینی که میبارید نابود شد. پس زن پیامبر بودن برای عایشه رضی الله تعالی عنها فضیلتی نیست. و اینایی که اهل سنت میگن ام المؤمنین عایشه و طرفدار عایشه هستن و عایشه رو دوست دارن و ام المؤمنین میگن، این فضیلتی نیست و میتونه زن پیامبر بدکاره باشه و علیاذ بالله، میتونه زن پیامبر گمراه باشه، حتی میتونه زن پیامبر کافر باشه. دوستان عزیز، خدمت شما عرض بکنم که جاهلترین قوم به قرآن کریم و به فهم آیات قرآن علمای شیعه هستن. چون اصلا در کلیپی که من چند هفته قبلم خدمتون پخش کردم که یک از علمای خودشون میگه اصلا در حوزه های ما قرآن جایی نداره، اصلا جز مضامین درسی، جز نصاب تعلیمی محسوب نمیشه، جز منهج حوزه قرآن نیست. یعنی شما میتونی که به مرتبه آیت الله العظما برسی اما هیچی از قرآن ندانی. برعکس مثلا در نزد اهل سنت تو نمیتونی مراتب علمی رو بپیمایی الا اینکه قرآن بخوانی. یعنی شروع مدارس دینی اهل سنت از قرآن شروع میشه، از روخانی قرآن، بعد حفظ قرآن، بعد از اون حفظ احادیث و الی آخری. پس هر عالم سنی ولو اینکه در هر درجه پایینی باشه یا بالایی باشه، یا حافظ قرآن است، حافظ کل قرآن، یا حداقل حافظ نصف قرآن است، یا حداقلش این است که 3-4 جزء قرآن رو حتما حفظ است و اینکه کل قرآن رو به راحتی میتونه بفهمه، تفسیر بکنه و قرائت بکنه، برخلاف اونها که نیست. در و این دور بودن از قرآن در حوزه ها و مدارس دینی ها یک فهم کج و غلطی از قرآن رو برای اینها ایجاد کرده. بعضیاشون عمدن این کارو میکنن، میدانن اما عمدن این کارو میکنن، بعضیشون هم روی جهل و نادانی. مثلا در مورد فرزند نوح که لیس من اهلک، اون از اهل تو نیست، و در مورد زنان نوح و لوط که الله متعال اونها رو برای کفار مثل میاره که اینها زیر
به اصطلاح چیز پیامبر بودن، همسر پیامبر بودن، اما فایده ای نکرد و اونها چی شدن؟ کافر از دنیا رفتن. من این رو برای شما بیارم. دوستان عزیز این رو نشون بدن. این آیه دیگری است که مثال میارن: ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع الداخلين. الله برای کفار مثال میزنه همسر نوح و همسر لوط رو که اینها در نکاح دو تا از بندگان صالح ما بودن، دو تا پیامبر بودن، اما خیانت کردن به این دو بنده صالح و این خیانت اینها اونا رو از عذاب الهی رو از اونها دفع نکرد و اونها گرفتار عذاب الهی شدن و در حیات این دو پیامبر هر دوی اینها نابود شدن. و همچنین در مورد این رو خدمت شما بیارم، سوره هود آیه 10 که بیننده دیگری اشاره کرد: قال یا نوح انه لیس من اهلک. وقتی که نوح علیه السلام دید که پسرش داره غرق میشه گفت فرزندم اهل من است. گفت که قال یا نوح انه لیس من اهلک. الله متعال فرمود که ای نوح او از اهل تو نیست، انه عمل غیر صالح، و یک انسان غیر صالح است. مادامی که مؤمن نیست پس از اهل تو نیست. خیلی مختصر در اینجا، زن نوح و زن لوط به پیامبران الهی خیانت کردند و این خیانت هم در عفت و ناموس نبوده، خیانت در خبرچینی و در نبوت و در امور شخصی دعوی این دو پیامبر بوده. به خاطر همین در حیات پیامبر گرفتار عذاب الهی شدن و فرزند نوح علیه السلام به خاطر اینکه ایمان نیاورد هلاک شد. اما همسران رسول الله خاصتا ام المؤمنین عایشه صدیقه نه عذاب بر او نازل شد و نه هلاک شد. الان میریم روی یک بحث خیلی دقیق دوستان عزیز، حتی این رو یادداشت بکنید، این نکات رو که خدمت شما عرض میکنم. قرآن کریم در انتخاب کلمات خیلی دقیق است، خیلی دقیق، به اندازه دقیق است که شما اگر به دقت به کلام الهی گوش بدید، تفکر، چرا همیشه الله متعال می افلا یتدبرون، چرا تدبر نمی کنن، تفکر نمی کنن در این قرآن؟ زنها همسران، ما به فارسی میگیم همسر، زن. همسرها در قرآن کریم به 3 کلمه توصیف شدن در قرآن کریم. در جایی بهشون گفته امرأه، در جایی بهش گفته زوجه، در جایی بهش گفته شده صاحبه. و برای هر کدام اینها یک معانی زیبایی در قرآن کریم نهفته شده که من خدمت شما عزیزان بیان میکنم. مثلا همین آیه‌ای که این بیننده عزیزمون برای اشاره کردن در مورد همسران دو پیامبر الهی، الله سبحانه و تعالی وقتی که اونها رو در موردشون بیان میکنه، من خدمت شما این رو بیارم اینجا. در اینجا میگه که ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة زنه. الان بخوایم به فارسی ترجمه کنیم، امرأة زنه، نوح و امرأة لوط و زن لوط. در جای دیگر قرآن کریم به جای کلمه امرأة میاد کلمه زوجه رو استفاده میکنه و در جای دیگری میاد کلمه صاحبه، همراه. زوجه همسر به فارسی اگر بخوایم ترجمه بکنیم. اولا بیایم در مورد امرأة صحبت بکنیم که امرأة وقتی در قرآن کریم ذکر میشه به چه معنا و به چه مفهومی ذکر میشه. آیاتی که در اونجا امرأة ذکر شده، اگر که بین یک مرد و بین یک زن روابط جسدی باشه، همبستری باشه، یا به اصطلاح معروف امروزی سکس باشه، ازدواج هم کرده باشن، ولکن بین این مرد و بین این زن انسجام فکری و اعتقادی نباشه، در اونجا در قرآن کریم امرأة ذکر میشه. مثل اونجا که زن لوط و زن امرأة نوح و امرأة لوط،
زن ذکر میشه. همسرش هست، در نکاحش هست، با او هم بستر میشه، ارتباط جسدی دارن اما ارتباط فکری و اعتقادی ندارن، در اونجا ذکر میشه امرأه. در جای دیگری وقتی که انسجام جسدی باشه، فکری باشه، اعتقادی باشه، در اونجا الله سبحانه و تعالی زوج ذکر میکنه یا زوجات ذکر میکنه یا ازواج ذکر میکنه، جایی که هم انسجام فکری و اعتقادی وجود داره و هم همبستری و انسجام جسدی وجود داره، در اونجا میشه زوجه. مثلا الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها النبی، ای محمد صلی الله علیه وسلم، قل لازواجک، بگو به همسرانت. در اینجا نمیگه که بگو برای زنانت، میگه بگو برای همسرانت. در اینجا وقتی قضیه زنهایی که از نگاه فکری و از نگاه اعتقادی و از نگاه جسدی در یک انسجامی با رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دارن، امات مؤمنین، در اینجا کلمه زوجاتک یا زوجتک یا ازواجک در اینجا ذکر میشه. یک نکته بسیار جالب دیگری وجود دارد در قضیه زکریا رضی الله تعالی عنها علیه السلام که یکی از پیامبران بزرگ الهی است. در اونجا کلمه امرأه ذکر شده، در حالی که دوستان عزیز اینجا رو نشون بدن. و اینی خفت الموالی من ورای و کانت امرأتی عاقرا. در اینجا گفته زن من عاقر است، یعنی زن من نازا هست. ببینید در اینجا زن، چرا زن ذکر شده؟ نگفته زوجتی یا زوجی، نگفته. چرا نگفته زوجتی؟ گفته امرأتی. چون در اینجا زن انسجام فکری داره، انسجام عقدی هم داره، انسجام جسدی رو داره، اما یک عیب داره. با اون عیبش چی است؟ که صاحب فرزند نمیشه. به خاطر این وقتی که زکریا علیه السلام ذکر میکنه میگه امرأتی. ببین چه بلاغت قرآن چقدر زیباست. اما وقتی که الله سبحانه و تعالی به اونها فرزندی عطا میکنه، بعد از اون ببینید که همین اصطلاح امرأتی عوض میشه. در آیه فاستجبنا له، ما دعای زکریا را استجابت کردیم، و وهبنا له یحیی، به او یحیی را دادیم، و اصلحنا له زوجه، همسرش را برای او نیکو. بعد از اینکه بچه دار شد، صاحب فرزند شد، چون آرزوی زکریا علیه السلام بود، در اینجا الله متعال و اصلحنا له امرأته نگفت، و اصلحنا له زوجه، یعنی همسرش را برای او نیکو قرار دادیم. مثلا در مورد زن ابو لهب و امرأته حمالة الحطب، در اینجا زن ذکر میشه، همسر ذکر نمیشه، چون در اینجا بنای این ازدواج بر بنای یک ایمان و تقوا و فکر صحیح و سالم نیست، بر مبنای شرک و کفر است. به خاطر امین و امرأته حمالة الحطب در اینجا ذکر میشه. در یک جایی هم الله سبحانه و تعالی همسر رو به کلمه صاحبه ذکر میکنه، در آیه‌ای که در مورد اوضاع قیامت است. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. روزی که انسان از برادرش میگذره، روزی که از مادرش میگذره، از پدرش میگذره، از همسرش میگذره. چرا در اینجا نگفته و زوجته و یا نگفته و امرأته؟ چون در اینجا انسجام عقیدتی، فکری، جسدی وجود داره، اما در اون حالت از همدیگر جدا شدن. هر کس به فکر خودش است. وقتی هر کس به فکر خودش میشه، در اونجا پس اون همسر نمیشه. در این دنیا وقتی که اون حول قیامت نباشه، یک انسانی که انسجام جسدی و فکری و اعتقادی با همسرش داشته باشه، حاضر برای همسرش جان خودش رو فدا بکنه. ببینی یک جایی که مشکلی برای همسرش رو، چه مرد چه زن، حاضر است که اونجا خطر رو به جان خودش بخره اما همسرش رو نجات بده. اما از حول روز قیامت طرف همسر خودش هم رها میکنه، پس در اینجا این زوجه نمیشه، همسر نمیشه.
چی میشه؟ صاحبه. این کلماتی که قرآن کریم انتخاب میکنه برای این مسئله. حالا الان رسول الله صلی الله علیه و سلم و همسرانشون، هیچ کدام از همسران رسول الله گرفتار عذاب نشدن در حیات پیامبر. وقتی که الله متعال اونها رو مخیر قرار داد در بین انتخاب رسول الله و انتخاب دنیا، اونها پیامبر رو انتخاب کردن. اونها مانند فرزند نوح و امثر لوط و امثر نوح غرق نشدن، گرفتار عذاب نشدن، بلکه بعد از پیامبر سالها زنده بودن و دین پیامبر رو صلی الله علیه و سلم رو در بین مردم مانند ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نشر کردن. حالا میریم سر این که اونا میگن که همسران پیامبر از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیستن. دلیلشون هم آیه ای است که به نام آیه تطهیر در قرآن کریم مطرح است و آیه تطهیر هم هر شیعی رو بخواید در مورد آیه تطهیر و اینکه همسران پیامبر اهل بیت پیامبر نیستند بخواد برای شما ثابت بکنه، میگه که آیه ای است در قرآن. خب این آیه چی است؟ میگه آیه تطهیر است. بخون ببینم آیه تطهیر چطوره. میگه که انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. طریقه آخوندا خوندم براتون. دوستان عزیز، این آیه تطهیر نیست، این جزئی از یک آیه است که خطاب به همسران پیامبر است. دوستان نشون بدن ای همسران پیامبر وقرن فی بیوتکن، در خانه های خود بمانید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، مانند زمان جاهلیت بدون حجاب خارج نشید. و اقمنا الصلاة و آتینا الزکاة و اطعنا الله و رسوله، نماز را بگذارید، زکات را بدهید، از الله و رسولش اطاعت کنید. ادامه همون آیه است. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. الله میخواهد که نجاست ها و کثافت ها و به اصطلاح پلیدی های اهل بیت را از شما دور بکند، ای اهل بیت، و شما را پاک بگرداند. در اینجا چی میگن؟ چون در اینجا گفته که انما یرید الله لیذهب عنکم، جمع ذکر شده، جمع مذکر ذکر شده، به خاطر همین همسران پیامبر داخل نمیشن و این جزئی از خطاب به همسران پیامبر نیست، چون در اینجا عنکم گفته و عنکم صیغه جمع خطاب به جمع مذکر است. حماقت اینو از زبان عربی و قرآن به این اندازه ای است که در اصطلاح زبان عربی وقتی یک جمعی در آنجا وجود داشته باشد، در جای وجود داشته باشد که متشکل از تعدادی از مردها و تعدادی از زنها باشد، به اینها صیغه جمع مذکر خطاب میشه. و بر اساس همین دلیلشون اگر بخوایم اینا رو محکم بگیریم، پس اینجا عنکم رجس اهل البیت که ذکر شده، پس در اینجا فاطمه داخل نمیشه رضی الله تعالی عنها، علی و حسن و حسین داخل میشن، بقیه زنان اهل بیت داخل نمیشن، حتی فاطمه هم داخل نمیشه، چون اینجا خطاب به مذکر است بر اساس منطق اونا اگر بخوایم جواب بدیم. اما برمیگردیم به این سوره. این سوره احزاب است دوستان عزیز. و از آیه بعد از اینکه زنان پیامبر شکایت کردن، بعضیاشون گفتن که این چه وضعشه، یعنی ما حالا به این عبارت نه که گفتن خب ما بقیه مردم دارن غذای خوب میخورن، زندگی خوب میکنن، ما داریم در این فقر زندگی میکنیم. پیامبر داره، یعنی پیامبر فقیر نبودن، پیامبر غنی بودن اما زهد داشتن. فرق است بین فقر و بین زهد. یکی که نداره خب طبیعتا چیزی نمیخوره، چیزی نمیپوشه، اما یکی زاهد است. زاهد یعنی این که پول داره اما برای مردم کمک میکنه، در راههای خیر کمک میکنه، خودش یک زندگی بخور نمیر داره، به این میگن انسان زاهد. پیامبر فقیر نبود، پیامبر زاهد بود. آنچه که امروز آخوندا مردم رو بله اونا اهل بیت این بودن، غذا برای خوردن نداشتن، نه خیر، همه چیز داشتن، پولم داشتن، درهم هم داشتن، دینار هم داشتن، طلا هم داشتن، اما زاهد بودن، خودشون خرج نمی‌کردن، به مردم میدادن. الان اینا چی میگن؟ حالا مثلا ما داریم، خدا بهمون داده، شما که ندارید دیگه این مثل اهل بیت صبر بکنید. این برای فریب مردم. در اینجا الله متعال از زنان پیامبر رو مخاطب قرار میده. از آیه 28 شروع میشه دوستان عزیز، سوره احزاب آیه 28 از اینجا شروع میشه. یا ایها النبی، ای پیامبر،
قل لازواجک، ببینید در اینجا نگفته بگو به زنانت، بگو به همسرانت. لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر زندگی دنیا رو میخواهید ای زنان من، ای همسران من، و زینتها، این زیبایی دنیا رو میخواهید، فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، بیاید شما رو طلاق میدم، آزادتون میکنم، مهرم بهتون میدم، برید هر کاری که دلتون میخواد بکنید مادامی که دنیا رو میخواید. و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، اما اگر الله و رسول رو انتخاب بکنید، الله سبحانه و تعالی برای شما که اهل احسان باشید و تقوا و پرهیزگاری باشید اجر بزرگی رو در آخرت در نظر گرفته. هیچ کدام از همسران پیامبر دنیا رو انتخاب نکردن، همه رسول الله رو انتخاب کردن و تا لحظه آخر در کنار پیامبر ماندن و حتی بعد از پیامبر دنیا رو انتخاب نکردن. میگن در زمان سیدنا معاویه میگن یک کیسه پر از طلا، سکای طلا برای ام المؤمنین عایشه فرستاد. کنیز ام المؤمنین عایشه بیان میکنه، میگه همین که کیسه رسید، میگه آفتاب غروب نکرده بود که یک سکه آن را هم برای خودش نگذاشت. یک پیرزنی بود، یعنی در سن ام المؤمنین عایشه در موقع شاید 60 سالش بوده. همه اینها رو در بین فقرا و مساکین تقسیم کرد. میگفتم ای مادر اگر حالا یک سکه‌شو نگه می‌داشتی، نان برای خوردن نداریم در خونه. گفت خدا کریم است بده. بعد از وفات پیامبرم مردم برای خودشون قصرها ساختن، اما اونها در همون زهد و تقوا بودن چون آخرت رو انتخاب کرده بودن. ببینید تا اینجا همه آیات خطاب به کی است؟ همسران پیامبر. یا ایها النبی قل لازواجک، آیه بعد این کنتن تردن الله، ای زنان پیامبر اگر شما الله و رسول رو میخواید. آیه بعدش یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین، ای زنان پیامبر اگر که در اینجا مثلا در اینجا وقتی مثال فحشا و گناه رو وقتی میخواد بده، در اینجا کلمه زوجات رو ذکر نمیکنه، نساء رو ذکر میکنه. این چقدر دقیق از قرآن. میگه ای زنان پیامبر اگر کسی از شما عمل فاحشه‌ای انجام بده، گناهی انجام بده، یا عمل ناشایستی انجام بده، عذاب او 2 برابر است و کان ذلک الله یسیر، و این بر الله متعال آسان. پس آیه 27 28 29 و 30 خطاب به کی است؟ همسران پیامبر. آیه 31 چی میگه؟ و من یقنت منکن لله و رسولی، و کسی از شما که برای الله و رسولش خضوع بکنه، فروتنی بکنه، و یعمل صالحا نؤتیها اجرها مرتين، 2 برابر به او اجر میدیم که اگر عمل صالح انجام بده. و اعتدنا لها رزقا کریما، برای او رزق و روزی فراوانی آماده کردیم. آیه 31 هم در خطاب به همسران پیامبر است. آیه 32 چی میگه؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ای زنان پیامبر برحذر باشید شما مانند بقیه زنها نیستید. مانند بقیه زنها نیستید، زنهای عادی نیستید. اگر که شما تقوا پرهیزگاری بکنید، فلا تخضعن فی القول، به اصطلاح با ناز و کرشمه صحبت نکنید با مردان بیگانه. این خطاب به زنان امروز است. وقتی طرف با تلفن صحبت میکنه با یک مرد بیگانه، چنان با ناز و کرشمه صحبت میکنه که طرف در زندگی با همسرش اینطوری صحبت نکرده. بعد چی میگه؟ دل ما پاک است. این خطاب به همسر، پاکتر از همسر پیامبر کسی هست؟ پاکتر از صحابه کسی هست؟ این خطاب به صحابه و همسران پیامبر است. میگه ای زنان پیامبر با مردان بیگانه صحبت، فلا تخضعن بالقول، با ناز و کرشمه صحبت نکنید. فیطمع الذی فی قلبه مرض، شاید اون کسی که در قلبش بیماری باشه، شهوتران باشه، طمع بکنه در شما. و قلنا قولا معروفا، و سخن نیکو و شایسته بگویید. بعد آیه بعدی چی میگه؟ و قرن فی بیوتکن، در خانه های خود بمانید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى، مانند زمان جاهلیت خارج نشوید. و اقمنا الصلاه و اتینا الزکات و اطعنا الله و رسوله، نماز بخوانید، زکات بدهید، الله و رسول را اطاعت کنید. انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. الله میخواهد که از بین اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که شامل مردان و زنان میشه چی بکنه؟ این پلیدی و به اصطلاح رجس، ناپاکی رو دور بکنه. این آیه تطهیری که بهش استناد میکنن. آیه چندم است؟ آیه 33.
آیات قبل 3-4 آیه قبل در مورد همسران پیامبر است. شروع همین آیت هم دوستان نشون میدن وقرن فی بیوتکن، این زنان پیامبر در خانه‌های خود بنشینید. اینم در مورد همسران پیامبر است. آیه بعد از اون چی میگه؟ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله، ذکر بکنید بخوانید آنچه که در خانه‌های شما نازل میشه از آیات الهی، والحکمه و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم. ان الله کان لطیفا خبیرا. آیه بعدش هم خطاب به همسران پیامبر است. بعد از اون در اینجا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ادامه آیه. ببینید آیات ما قبل و آیات ما بعد و خود آیه‌ای که در اون جمله تطهیر وجود داره، همه اینا خطاب به کی است؟ به همسران پیامبر است. بعد یک آخوندی بلند میشه چی میگه؟ میگه همسر پیامبر جز اهل بیت نیست. بعد 100 تا دلیل لایت چسبک دیگر هم میاره که ثابت بکنه که همسر انسان اهل بیت انسان نمیشه. یعنی چی؟ من مثلا شما الان تو خونتون نشستید، آقایون رو خطاب میکنم، تو خونتون نشستید، در کنارتون همسرتون هست، در کنارتون دخترتون، پسرتون، همه با هم نشستید دارید این برنامه رو نگاه میکنید. من به شما بگم آقای محترم، اهل بیت شما اینا نیستن که با تو هستن اینجا، این همسرت اهل بیتت نیست، پسر عمود اهل بیتته. خب نزدیکت باشم میزنی زیر گوشم میگی بابا جان این همسرمه، اگر این اهل بیت من نیست پس کی اهل بیتم؟ شیعه آمدن این کارو کردن، آخوند داره این کارو انجام میده، میگه پسر عمود علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه اهل بیتت هست، اما این همسر نازنینت محبوبت که تو اینقدر دوستش داری این جز اهل بیت تو نیست. بعد نمیدونم روایت فلان که حدیث فلان که این رو از اینجا بگیرون از اونجا بگیرین و به هم بچسبون به چیزای لایت چسبک درست بکن، به خاطرشی که ثابت کنن که عایشه و حفصه رضی الله تعالی عنهما امهات مؤمنین جز اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیستن. اینم از کجا سرچشمه میگیره؟ از جهالتشون به قرآن، از جهالتشون به کلام الله. میریم در مورد اهل. همه علمای لغت عربی اهل رو میگن کی است؟ اهل الرجل زوجته و اخص الناس به و اولاده. اهل یک انسان کی است؟ همسرش، فرزندانش و انسانهای خاصی که هستن در بین خانوادش، اینا اهل بیت. بعد میگه و اهل بیت کیا هستن؟ کسانی که در خانه شخص زندگی میکنن. در کتاب العین، معجم المقاییس اللغه، تهذیب اللغه، در معاجم و فرهنگ های زبان عربی. اما اهل بیت یک انسان در قرآن کریم چه کسانی ذکر شده؟ بید نمونه هایی رو که آخوندهای شیعه نمیفهمن و جهل دارن در قرآن کریم، این رو ما برای شما از قرآن بیان بکنیم. الله سبحانه و تعالی وقتی که بیان میکنه در مورد موسی علیه السلام در سوره قصص آیه 29 میگه که فلما قضا موسی الاجل و صار به اهله، وقتی که موسی اون موعدی که داشت اونجا، عهد و پیمانی که داشت تمام کرد و با اهل خودش شروع کرد برفتن. حالا در اینجا اهل موسی کی بود؟ پسرموش بود؟ پسر داییش بود؟ پسر خالش بود؟ نه، یک زنش بود فقط، حتی فرزندم نداشت اون موقع. در سوره قصص رو برید آیه 29 فلما قضا موسی العجل و صار به اهله، با اهل خودش بعد از اینکه اون قراردادش تموم شد خارج شد از اونجا حرکت کرد. اهل موسی کی بود؟ همسر موسی. در قضیه ابراهیم علیه السلام در سوره زاریات آیه 26 الله متعال میفرماید که فراغ الی اهله فجاء بعجل سمین، رفت پیش اهلش و از اونجا یک گوساله بسیار فربهی رو، چاقی رو برای اینها آماده کرد آورد. اهل ابراهیم علیه السلام کی بود؟ همسرش. نه اونجا پسر عموش بود، نه پسر داییش بود، نه پسر خالش بود، تنها زنش بود. اونم فرزند نداشت. و سبحان الله فرزندم نداشت.
در سوره انبیاء آیه 84 وقتی در مورد ایوب علیه السلام صحبت میکنه فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر و آتیناه اهله و مثلهم معهم. اهلش در اینجا کی بود؟ همسرش بعد از اینکه همه دور شده بودن ازش، پس اون رو به ایوب علیه السلام برگرداندیم. حتی در سوره یوسف آیه 25 زن عزیز وقتی که اون تهمت رو به یوسف علیه السلام میزنه، خطاب به عزیز چی میگه؟ ما جزاء من اراد به اهلک سوءا، جزای کسی که به اهل بیت تو نظر بدی داشته باشه چی است؟ حالا این کسی که به اصطلاح بهش تهمت زده میشه که یوسف علیه السلام است و ایشان مبرا هست از این تهمت، منظور زلیخا از این اهل کی است؟ پسرعمو، پسردایی، پسرخاله؟ نه، منظور خودش است. در سوره اعراف آیه 83 وقتی که در مورد لوط صحبت میشه فانجیناه و اهله، ما نجات دادیم او رو و اهل بیتش را، چون زنش در اینجا جز اهل بیت محسوب نمیشه به خاطر اینکه کافر بودن، اونجا مستثناش میکنه، استثناء میکنه زنش رو. الا امرأته كانت من الغابرین، ما نجات دادیم اهل بیت لوط رو، یعنی دخترانش رو، فرزندانش رو نجات دادیم مگر زنش رو. چرا زن رو در اینجا استثناء کرده از اهل بیت؟ چون که کافر بود. اگر زن الا امرأتون میگفت فانجینا و اهله، همه بر این چه برداشت میکردن؟ که زنش رو و فرزندانش رو نجات داد. اهل لوط که نجات یافتن در اونجا پسرعمو و پسرخالش که نبودن، دخترانش بودن، فرزندانش بودن. زنش چون کافر بود و گرفتار عذاب شد، در اینجا الله متعال استثناء فانجینا و اهله الا امرأته كانت من الغابرین، الا زنش رو در اینجا که از جمله کافران بود اون رو نابود کردیم و بقیه رو نجات دادیم. برادر موسی علیه السلام کی از هارون، مادامی که انسجام فکری و اعتقادی وجود داره و میخواد در یک امر نبوت با او یک جا بشه، در سوره طه آیه 30 چی میگه؟ واجعل لی وزیرا من اهلی، برای من وزیری از اهل من قرار بده. اهل یعنی خانواده طرف. هارون اخی، برادرم هارون رو. یوسف علیه السلام در سوره یوسف آیه 65، در سوره یوسف آیه 88 مسنا و اهلنا ضر، در اینجا به ما و اهل ما، منظور از یوسف از اهلش کی است؟ پدرش و مادرش و خواهر و برادرش. در سوره یوسف آیه 93 اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا و اتونی به اهلکم اجمعین، میگه که به برادرانش چی میگه؟ این پیرن منو ببرید به صورت پدرم بندازید، چشمش بینا میشه و با اهلتان بیایید. یعنی چی؟ با خانوادهاتون بیایید، یعنی با پسرعمو و پسرداییتون بیایید، نه با همسر و فرزندانتون بیایید. وقتی که الله سبحانه و تعالی بشارت میده به فرزند، به هود علیه السلام، وقتی که در سوره هود آیه 73 وقتی که ابراهیم علیه السلام بهش بشارت فرزند داده میشه، قالوا اتعجبین من امر الله، گفت که آیا تعجب میکنید از امر خدا؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید، از اینکه مثلا در سن پیری صاحب فرزند میشی تعجب میکنی؟ بر شما ای اهل بیت رحمت و برکات الله هست. در اون خانه کی بود؟ ابراهیم و همسرش. فقط وقتی بشارت فرزند داده شد براش، بابا زن گفت من پیرم، من به سن یائسگی رسیدم، دیگه من صاحب فرزند نمیشم. چطور امکان داره؟
گفت اتعجبین من امر الله. ملک میگه، فرشته بهش میگه آیا از قدرت خداوند تعجب میکنی؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت و برکات شما هست بر شما اهل البیت. در اون خونه کی بود؟ ابراهیم و همسرش فقط، هیچ کسی دیگری وجود نداشت. نه پسرمون، نه پسردایی، نه حتی فرزندم نداشت در اون موقع. این آیه رو برای شما دقیقاً بیارم نشونش بدم که بعضیا سوره هود دوستان عزیز این نشون بدید. ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا، فرستاده های ما با بشارت پیش ابراهیم آمدن. قالوا سلاما، گفتن سلام بر تو. قال سلام، این هم گفت سلام بر شما. الی این آیه بعد از اون در اینجا فلما من خیف قال لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، در اینجا به ابراهیم میگن که نترس، ما به طرف قوم لوط فرستاده شدیم. و امراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. زنش اونجا داشت گوش میگد، وایساده بود اونجا. در همونجا فرشتا چی میگن؟ ما بشارت دادیم زن ابراهیم رو، همسر ابراهیم رو. به چی؟ به اسحاق، فرزندی بهش داده میشه به اسحاق. این اینجا و امرأته در اینجا وقتی ذکر میشه چون که عقیم است، چون که صاحب فرزند نمیشه. صاحب فرزند میشد به امرأتون نمیگفت در اینجا، زوجه میگفت در اینجا. خیلی دقیق است آیات قرآن. فبشرناها به اسحاق، به او بشارت دادیم که تو صاحب فرزندی به نام اسحاق میشوی. عکس العمل همسر ابراهیم علیه السلام چه؟ قال یا ویلتی، وای بر من، چی بگم فردا به مردم؟ علید و انا عجوز، صاحب فرزند میشم و من پیرزنم. و عاد بعلی شیخ، و این شوهرم هم یه پیرمرد. فردا به مردم چی بگیم؟ یه پیرزن و پیرمرد صاحب فرزند شدن. این هذا لشیء عجیب، این چیز بسیار عجیب و غریب است. ملائکه چه گفتن؟ قالوا اتعجبین من امر الله. دوستان نشون بدن قالوا اتعجبین من امر الله، آیا ای زن تو داری تعجب میکنی از امر خدا؟ رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت و برکات الله بر شما است ای اهل البیت. انه حمید مجید، که الله چی است؟ ستوده بزرگوار است. در این خانه غیر از ابراهیم و همسرش هیچ کسی دیگری نیست، حتی فرزندم ندارن. الله به اون میگه اهل بیتت. این در مورد اهل بیت که الله سبحانه و تعالی در سوره هود بیان میکنه. و آنچه هم که در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدمتتون بیان کردیم، همه آیات چه ما قبلش و چه ما بعدش در مورد کی است؟ در مورد همسران رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این به شکل مختصر دوستان عزیز این رو بیان کردم، گرچه این بحث خیلی یک بحث طولانی است، اما خواستم که اینجا با اختصار شدید خدمت شما بزرگواران بیان بکنم. بیننده سوال کردن که یک مردی اگر مهریه زنی رو نمیده، آیا همبستری با این زن حرام است برای او یا نه؟ در این مورد یک صحبتی بکنید. ببینید، اولا مهر واجب است بر مردی که ازدواج میکنه، قول میده. اولا که باید، خاصا در این دور زمانه‌ای که وفا به عهد و این مسائل خیلی کمرنگ شده، سعی کنید مهر رو بگیرید، بدون که بعداً بگذارید و معجل بگذارید و بعداً جنجال به پا بکنید. همون موقع نکاح بگیرید، ببرید توی حساب بانکی خودتون بگذارید. این تضمینی است از طرف الله سبحانه و تعالی. بعضی مثلا در اسلام زن رو میفروشن فلان میکنن. نه، فروش نیست. الان شما میخواید برید خونه بگیرید مثلا از طریق بانک میگه یک چیزی تو رهن بگذار، زمین داری رهن بگذار، ماشین داری رهن بگذار،
چک بگذار فلان. همین دنیا این است. اسلام میاد بدترین حالت رو میسنجه. امکان داره یک روز این دوتا جدا بشن از هم دیگه. چه تضمینی برای ادامه زندگی زن در یک زندگی آبرومندانه وجود دارد؟ مبلغی که به عنوان مهر بهش پرداخته میشه. این ضمانتی است برای زندگی زن. الله متعال امر میکنه وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، به خیر یا آرومی و خوشرویی مهر زنها رو بهشون پرداخت بکنید. مهر زنها رو تأخیر نکنید، فریبشون ندید. سر نکاح داغ میکنید، هر چی دلتون خواست مینویسید، بعدن که عقلتون سر جاش اومد من چطوری بپردازم؟ نه خیر، باید بپردازی، چون این واجب است بر تو. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فریضه در سوره نساء میگه. آیه دیگری است. وقتی که با آنها هم بستر شدید مهرشان رو به تمام کامل فرض است بر شما که بپردازید. و هیچ مردی نباید این رو سهل و آسان بگیره، کوتاهی بکنه در این حق است. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حق هم دیگر رو به باطل نخورید. قول دادید، وعده کردید، یک فرض واجبی از طرف الله متعال است، این رو باید ادا بکنید. اما یک مردی آمد مثلا 500 تا سکه مهر تعیین شد، آقا گفت من نمیدم. زن حق داره، حق شرعیش است که از همبستری با این مرد امتناع بکنه. پول من رو، مهر من رو بده و الا من با تو زندگی نمی کنم. این حقش است. در شریعت این حق بهش داده شده. اما زندگی که به این حد رسید دیگه زندگی نمیشه که مثلا خرید و فروش بشه. پول من رو بده بعدن جنستو میدم. نه، اینطوری نیست. اما حقش هست. اینکه حقش هست میم زندگی به این حد برسی که زندگی نیست. اما این حق زن هست که امتناع بکنه از زندگی، از همبستری، حتی در صورتی که مهرش پرداخت نشه. و یا اینکه زنی اومد همبستر شد، به قول و قراری که از شوهرش داشت باور کرد، اما مرد نداد مهرشو. آیا این همبستری حرام است؟ آیا بازم اگر همبستر شدن حرام است؟ نه، اون حق مسئله جداست. و اینها چون شرط مهر رو قبول کردن، مهر تعیین شده، شروط نکاح برابر بوده، نکاح جاری است. یعنی همبستری هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. آنکه زن حق داره که امتناع بکنه، این حق زن است. اما اگر همبستر بشن هیچ اشکال شرعی در اینجا وجود نخواهد داشت. بیننده گرامی بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دیشون فقط میخواستن یک سلام بدن. بیننده عزیز پرسیدن اگر انسانی با نیت صدقه جاری اقدام به تأسیس مکتب، بیمارستان یا سایر پروژه های عام المنفعه نماید، اما در اثر جنگ و ناامنی چنان که در برخی از نقاط افغانستان رخ داده آن تأسیسات از بین برود، اجر و ثواب صدقه جاری و ادامه دارد؟ بله، ادامه دارد. انما الاعمال بالنیات. شما به نیت صدقه جاری یک محلی رو ساختید، اما جنگی صورت گرفت، سیلابی آمد، آفتی آمد، خراب شد، تا روز قیامت اجر و پاداش شما را الله سبحانه و تعالی بهتون میده. این بستگی به نیت شما داره. هیچ خلالی هم در آن ایجاد نمیشه. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد، خوب هستید؟ سلامت باشید، تشکر از شما، بفرمایید. استاد میخواستم کشور تاجیکستان هستم، میخواستم ازتون بخوام که در مورد حزب نهضت جمهوری اسلامی صحبتی میکرد استاد عزیز. ما برای ما جوانان بسیار سوال میشه که بعضیا خوب میگن، بعضیا بد میگن حزب نهضت رو. از اول واسه این یک صحبت میکرد استاد عزیز. باشه چشم، در این مورد صحبت میکنم. تشکر از شما.
تشکر از شما. چشم صحبت میکنم. تشکر. ببینید دوستان عزیز، یک چیزی کاملا بد نیست و یک چیزی کاملا خوب نیست. حزب نهضت، احزاب مختلف دینی، مذهبی، سیاسی خاصا در 100 سال اخیر، اولین احزاب سیاسی و دینی که تأسیس شدن مثلا اخوان المسلمین از جماعت اسلامی هند و پاکستان، از حسن البنا رحمت الله علیه و مولانا ابوالعلا مودودی رحمت الله علیه که اینا تقریبا در یک زمان زندگی می‌کردن. در شبه قاره هند تا هنوز پاکستان جدا نشده بود جماعت اسلامی تأسیس شد که تأثیر فکری فراوانی بر مسلمانان شبه قاره هند تا افغانستان و ایران داشت. از یک طرف در سرزمین مصر جماعت اخوان المسلمین تأسیس شد. گروهی بودن گفتن که خلاص ما چه اسمی بگذاریم، گفتن ما برادران مسلمان هستیم، گفتن برادران مسلمان شد اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یعنی برادران مسلمان. احزاب دیگری هم در کشورهای دیگر وجود داشت که بعد از استعمار خاصتاً مسائل پارلمان اومد و انتخابات اومد و جدای دین از سیاست اومد و اینا، بعد از یک دوره استبداد و دیکتاتوری استعمار و قتل و وحشت و بربریت، یک دوره آزادی که اومد، احزاب تشکیل شدن و از این متأثر شدن از اون فضای به اصطلاح سیاسی که در غرب وجود داشت. یک نوع تقلیدی است، یعنی ساختن احزاب اسلامی در تاریخ اسلام وجود نداشته. مثلا ما فرقه‌های فکری داشتیم، فرقه‌های اعتقادی داشتیم، اما فرقه‌های سیاسی که اومدن خیلی نادر وجود داشت، یعنی در این چیزا به شکل منظم و مرتب اولین بار بعد از دوران پایان استعمار در کشورهای اسلامی اخوان المسلمین و جماعت اسلامی و بعضی از احزاب دیگری تأسیس شد. عموما همه احزاب اسلامی که تا امروز در جهان اسلام تأسیس میشن یک ریشه فکری در حرکت اخوان داره. عموما کلا احزاب سیاسی مذهبی که در کشورهای اسلامی هستن، حتی همین حرکت آخوندها در ایران، ولایت فقیه که بعداً اومدن با دیکتاتوری بر مردم حکومت کردن، اینا در شروع برای اینکه جامعه شیعه رو آماده بکنن برای یک حرکت سیاسی انقلابی، اومدن از فکر اخوان استفاده کردن. همین خامنه ای، شاید این اطلاعات نسل جدید ندونن، همین خامنه ای کتاب‌های تفسیر اهل سنت از سید قطب رو که یکی از مفکرین اخوان المسلمین بود رو به فارسی ترجمه کرده و تقریبا همه کتب افکار انقلابی حرکت اخوان المسلمین به زبان فارسی توسط آخوندها ترجمه شده قبل از انقلاب. چون این فکر رو باید در جامعه شیعه ایجاد می‌کردن که یک حرکت انقلابی مذهبی باید در جامعه ایجاد بشه، چون جامعه شیعه مخالف حرکت انقلابی مذهبی است. جامعه شیعه طبق اعتقادات شیعه باید منتظر باشه امام زمان ظهور بکنه. تا قبل از ظهور امام زمان تو حق نداری حکومت بسازی. به خاطر همین چی میگن به خمینی و خامنه‌ای؟ نائب امام زمان، ولی فقیه. اصلا فکر ولایت فقیه رو چی رو آوردن؟ گفتن در دین شیعه که جایز نیست که تو حکومت تشکیل بدی، حکومت رو باید امام زمان بیاد تشکیل بده. در دوران غیبت تو حق نداری حکومت تشکیل بدی. اومدن گفتن که ما یک فکری رو به نام ولایت فقیه آوردن که یعنی فقیه میتواند نائب امام زمان باشد در دوران غیبت و تشکیل حکومت بدهد. اصلا اندیشه ولایت فقیه از اینجا شکل گرفت. برای شکلگیری نظام و حکومت نیاز به حرکت انقلابی داشتن. این حرکت انقلابی رو از کجا آوردن؟ از فکر انقلابی اهل سنت، از جماعت اخوان المسلمین آوردن. کتب اخوانی ها رو آوردن ترجمه کردن و این فکر در بین جوانهای شیعه، جوانهای انقلابی شیعه ایجاد شد و به خاطر همین نسل اول انقلاب رو ببینید، مانند رجایی، باهنر، بهشتی، مرتضی مطهری، کروبی، موسوی، ولایتی، اینا همه این نسل انقلابی هن، متأثر از فکر اخوان المسلمین. بعد از اینکه این نسل رو تربیت کردن با فکر اخوان، بعد اومدن همون کتاب‌های اخوان المسلمین در جامعه ایران ممنوع کردن، برداشتن. حالا ندرتاً میتونید پیدا بکنید و کسانی هم که در داخل اینها پیش رفتن، زیاد به اصطلاح آمیختن با فکر انقلابی حرکت اخوان،
اونها رو نابود کردن. مثلا بهشتی رو کشتن، مرتضی مطهری رو کشتن، خودشون کشتن، چون اینها خیلی جلو رفته بودن. اینا فقط همون حرکت رو میخواستن، همون حس انقلابی رو میخواستن، اما اینا کمی جلو رفتن. وقتی که اینا جلو رفتن و در درون این فکر و داشتن متاثر میشدن از اسس فکری اهل سنت در این جماعت ها، بعدن اومدن اونا رو ترور کردن و از بین بردن. علی کل حال اینا جماعت های سیاسی هستن. حرکت نهضت اسلامی در تاجیکستان متأثر از حرکت جهادی و فکری اخوان المسلمین در افغانستان است. در دوران جهاد روسا تعدادی از تاجیک‌ها آمدن در افغانستان، با مجاهدین بودن در جبهات. روابط قومی، روابط خیشی که بین تاجیک‌ها و بین افغان‌ها وجود داشت، روابطی که در مرز مشترک است. اصلا تاجیکستان و افغانستان 100 سال قبل دو مملکت جدا نبودن، همه اینا یک مملکت محسوب می‌شدن. بعد این فکر منتقل شد به خاطر نزدیکی زبانی و فرهنگی، این فکر منتقل شد به تاجیکستان و حرکت نهضت اسلامی در تاجیکستان که متأثر از فکر اخوان المسلمین در افغانستان بود و فکر اخوان المسلمین در افغانستان متأثر از حرکت اخوان المسلمین در مصر بود که اشخاص مانند استاد ربانی و سیاف و بعضی از علمای دیگری که در مصر درس خوانده بودن، از اونجا این فکر رو به افغانستان آوردن و این آهسته آهسته از یک فکر دعوی تبلیغی تبدیل شد به یک فکر انقلابی و جهادی، همزمان با تجاوز اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان، و این فکر منتقل شد به کشورهای دیگه، حتی به ایران. حرکت نهضت اسلامی در تاجیکستان در دوران جهاد با کمونیستا فداکاری کردن، جوانمردی کردن، قربانی دادن. بعضیایی که امروز بیان کلا اونها رو انکار بکنن، خدماتشون رو، فداکاریاشون رو، اینم یعنی بی انصافی است. نه خیر، در بینشون مجاهدین مخلص بودن، انسانهای علما بودن، انسانهای مخلصی بودن، قربانی دادن و اشتباهاتی هم داشتن. و از اشتباهات بزرگشون این بود که فریب احمد شاه مسعود و ربانی رو خوردن در قضیه صلح با رحمانوف، در وقتی که در نزدیکی های دوشنبه بودن و می توانستن قضیه رو به نفع خودشون فیصله بکنن. به اجبار روس ها توسط توطئه‌ای که از ایران و از طرف شیعه رخ داد، اینا رو مجبوراً سر میز مذاکره شاندن، در حالی که اکثر رهبران غیر از سید عبدالله نوری رحمت الله علیه مخالف بودن با این صلح. اما اینا رفتن یک صلحی رو کردن که در آخر دیدیم به ضرر خودشون تمام شد و دشمن اینا رو کلاً از میدان برد. بزرگترین مشکل این حرکت ها، چه حرکت احزاب جهادی و اخوانی در افغانستان و چه احزاب جهادی و اخوانی و همه احزابی که مصالح سیاسی رو بر مصالح دینی ترجیح بدن، مشکلشان این است که در حساسترین نقطه، در وقتی که در اونجا مسئله دین و عقیده مطرح هست، اینها میان مصالح سیاسی رو بر مصالح دینی ترجیح میدن، در حالی که انسان مسلمان همیشه مصلحت‌های دینی رو بر مصلحت‌های سیاسی ترجیح میداد. و این سبب شد که در لغزش‌هایی داشته باشن، انحرافاتی داشته باشن، کاملا بد نیستن و 100% خوبم نیستن. نباید تعصب داشت. عده‌ای نهضتی هستن، هر چی هست و نیست خوب است، نه این غلط است. و عده‌ای مخالف هستن، نه همه اینا یک اکس بعد سرشون کشیده بشه بد است. نه، در بین نهضتی‌ها شیعه شده بودن، حتی به مذهب رافضه‌گری پیوسته بودن، از خود فرزندان سید عبدالله نوری رحمت الله علیه و از فرزندان رهبران حرکت اسلامی در تاجیکستان. بعضیشون شیعه شدن، بعضیشون به خاطر مصالح مالی، به خاطر منصب، به خاطر پول، دین و جهاد و همه چیز رو فروختن، همونطوری که این اتفاق در افغانستان افتاد. به همین دلیل برادر عزیز، امروز زمان این احزاب گذشته است. امروز نهضت اسلامی یک حزب بود، آمد امتحان خودش رو داد، در امتحان ناکام شد، تاریخ مصرفش گذشت، اکسپایر شد، رفت. اینها به زبالدان تاریخ رفتن. بعضی سعی میکنن اینا رو دوباره برگردانن به جامعه، اما برگردانده نمیشه، چون این دوران سابق نیست. به همین دلیل ما نباید در فکر این احزاب و گروه ها و تشکیلات، چند روز پیش مثلا شنیدیم چند نفر از شخصیت ها و علما و دعوتگران مصلحتی افغان ها آمدن یک حزب جدید به نام اصلاحات و همبستگی و فلان جور کردن. اینها همه به خاطر رسیدن به منصب و قدرت و پر کردن جیب است.
مصلحت اسلام، مصلحت امت برایشان اهمیتی ندارد. سوال دیگری که برادر عزیز ما 4 شماره آخرشون 8807 پرسیدن: آیا نماز قضایی رو می شود با جماعت خواند؟ بله، نماز قضایی رو اصلا مستحب است که با جماعت خوانده بشه. یک 3-4 نفری هستن، در سفری بودن، در جایی بودن، در کاری بودن، مشکلی داشتن، یک عذری پیش آمد، نماز رو نتونستن سر وقت بخوانن، نماز قضا شد، همون افراد می توانن جمع بشن و نماز رو مستحب است حتی که به جماعت بخوانن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیحی که از ابو قتاده و دیگر صحابه روایت است که در روز خندق نماز در یکی از غزوات نماز فجر قضا شده بود، با جماعت خواندن. در یکی از غزوات در خندق بود یا بعد از خندق بود که نماز عصر رو قضا شده بود، به جماعت خواندن. در یک غزوه دیگری در خارج از مدینه یکی از نمازها بر اساس درگیری شدید قضا شد، اون رو پیامبر صلی الله علیه و سلم با صحابه قضایی خواندن. پس قضایی خواندن نماز قضایی رو با جماعت خواندن اشکالی ندارد، بلکه مستحبم هست بر اساس احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه ثابت شده است. بیننده نوشتن که سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک مسلمان خیلی ظالم است در حالی که خودش مسلمان است، اما یکی کافر است که خیلی نیکوکار است در حالی که کافر است اما کار خوب میکند. یک نفر ایستاده میشه میگه که از مسلمان ظالم کرده کافر بهتر است چون کار نیک میکند. آیا او نفری که گفت کافر بهتر است نه مسلمان، آیا خودش کافر شده است؟ این حرف خیلی حرف خطرناک است. یک نکته باریکی در اینجا وجود دارد، بعضی متوجه این نمیشن. مثلا ظالم است، مسلمان ظالم یک مسلمانی است ظالم است. ظلم در اسلام ممنوع است. اگر این مسلمان واقعی میشد ظلم نمیکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الظلم و ظلمات یوم القیامه. یک ظلم کردی در روز قیامت تاریکی ها نصیبت میشه در اونجا. مسلمان واقعی ظالم نمیشه. مسلمان واقعی به کسی ظلم نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اتقوا دعوت المظلوم، بترسید از دعای مظلوم، لان لیس بینه و بین الله حجاب، چون که هیچ پرده‌ای بین مظلوم و بین الله نیست. یک دعا بکنه دعاش میگیرد، نابودت میکنه. پس مسلمان خوب ظالم نمیشه. و آن کسی که کافر است، مثلا مسیحی است، اگر خوش اخلاق است، خوش برخورد است، ظلم نمی کند، انسان خوبی است، این شخصیتش است. اینکه شما او رو تعریف بکنید مثلا مستر جورج یا مستر مایکل انسان خیلی خوش اخلاقی است، خیلی انسان با ادبی است، خیلی انسان خوش برخوردی است، تعریف کردنش هیچ گناهی نداره. 100 بار تعریف بکنید. والله من یک دوستی دارم نصرانی است، مسیحی است، اما انسان امانتداری است، انسان خوش اخلاقی است، انسان خوش برخوردی است. و یک دوست مسلمانی دارم که متاسفانه مثلا بد اخلاق است، امانتدار نیست. اشکالی نداره گفتن این حرف. اما یک نکته‌ای در اینجاست، این که بگی که اون مسیحی امانتدار بهتر از مسلمان فلان فلان شده است، اینجا تو داری 2 تا دین رو با هم مقایسه میکنی. نه، این مسئله شخصی است. این امانتداری اون مسیحی ربطی به دینش نداره و این ظلم و فساد این مسلمان هم ربطی به اسلام نداره. مسئله این نشه که شما به دین اون رو تعریف بکنی، تمجید بکنی به خاطر که اون شخص امانتدار است. مثلا چند روز قبل توی یک مجلسی، توی یک جای عمومی، یکی اومد گفت که آقا این ملاها که هستن این طوری ان فلانن، اینن اونن فلانن. در یک کشوری بود.
شروع کرد به بدگویی ملا. پرسیدم خانمی بود، میبخشید خانم شما در طول زندگیتون چند ملایی به شما بد کرده؟ اون والله یک امام مسجدی داشتیم اینطوری بود فلان بود چند تا. غیر از اون؟ گفت نه فقط همون یک خاطره بدی برای من گذاشته. گفتم والا من 7 ماه گذشته تو همین کشور شما شنیدم که یک گروهی متشکل از 12 تا دکتر، تعداد زیادی پرستار و تعداد زیادی از تلفنچی‌های وزارت بهداشت و راننده‌های آمبولانس و پزشکای اورژانس، اینها با هم یک گروهی رو تشکیل داده بودن و اینا چیکار میکردن؟ مثلا یک خانمی در حالت وضع حمل است، در حالت زایمان است، زنگ میزد به اورژانس دولتی، بیمارستان دولتی طبیعتاً، که ایشون رو ببرن برای جایزگاه. اون طرفی که در اونجا در اورژانس کار میکرد که تلفن رو جواب میده، ایشون جز این گروه بوده. چیکار میکرده؟ میگفته خانم متاسفانه ما هم آمبولانس براتون میفرستیم، اما متاسفانه در بیمارستان دولتی هیچ تخت خالی وجود نداره، جای خالی وجود نداره. طرف اندرات زایمان است، شوهرش هم میگه که خب اشکال نداره، ولی کجا میتونیم؟ والله یک بیمارستان خصوصی است در فلان منطقه، اونجا میتونیم که شما رو توسط آمبولانس دولتی ببریم. چیکار میکردن؟ این بیمار رو، این خانم رو میبردن به اون بیمارستان خصوصی، اونجا مثلا تا زایمان بکنه، تا 1-2 شب اونجا بمونه، پول هنگفتی ازش میگرفتن. این بیمارستان خصوصی نصف این پول رو بین این دکترها و بین این پرستارا و تلفنچی‌های وزارت بهداری و خلاصه آمبولانس و اینا تقسیم میکرد. بعد به اینم اکتفا نکردن، چیکار کردن؟ بعضی از کودکانی رو که حالا طبیعی به دنیا می اومدن، به دروغ به پدر و مادرش میگفتن که این نیاز داره که یک مدتی تو اون غرفه‌های مخصوصی هست، نوزاد که قبل از وقت به دنیا میان در بگذارن یک مقداری اکسیژن هم در اونجا در بین اکسیژن میگذارن، به خاطر اینکه مشکلات تنفسی نداشته باشه و فلان از این چیزا. از نگاه طبی گذاشتن یک کودک در این دستگاه فکر کنم روزهای محدودی داره، دقیقا نمیدونم 6 روز از 7 روز از 8 روز از اینا، به خاطری که پول بیشتر بگیرن مثلا کودکانی رو به مدت 15 روز گذاشتن در این دستگاه، 12 روز گذاشتن و این دستگاه با وجود اکسیژنی که بیشتر از اون زمان تنفس بشه توسط نوزادها، سبب اختلالات مغزی و ریه‌ای در کودک میشه و منجر به مرگ میشه. و در جریان تقریبا چند سالی که این گروه این کار رو انجام میدادن، بیش از 12 تا کودک جان خودشون رو از دست دادن. گفتم خانم من بگم تو این شهر شما همه دکترها بدن، همه دکترها ظالمن، آدمکشن، فاسقن، فاجرن، جنایتکارن، انسان نیستن، از حیوانم بدتر هستن، به خاطر اینکه 12 تا دکتر یا 10 تا دکتر یا یک گروهی از دکترها و نرس‌ها و پرسنل مثلا وزارت بهداری یا بیمارستان‌ها همچین جنایتی رو کردن. چوب شد دیگه، صداش در نیامد. غلط است یعنی این که ما بگیم مثلا چون یک ملاحی یک اشتباهی کرده بیایم کل دین رو بدنام بکنیم، بیایم همه دیندارا رو ما بد بگیم. امروز در هر ثانیه در دنیا یک انسان به خاطر اشتباه یک دکتر میمیره. هر ثانیه یک انسان به خاطر اشتباه یک دکتر میمیره، در جراحی، در نمیدونم تزریق دارو، در تشخیص، در بیمارستان ها روزانه این اتفاق میفته. آیا این به معنی است که همه دکتران بدن؟ این یک قضاوت اشتباه است. به خاطر همین این که انسان مذهب و دین کسی رو تمجید بکنه، بله سبب کفر میشه. کسی که دین دیگری رو بر دین اسلام برتری بده و بهتر بشماره، این انسان کافر میشه. اما تعریف و تمجید از اخلاق و برخورد یک کافر به تنهایی هیچ اشکالی نداره. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم از بعضی از عادات کفار تمجید کردن. مثلا در قضیه حلف فضول یک پیمانی بود که برای دفاع از مظلومین در مکه ایجاد شده بود.
بعد از اسلام، بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که اگر باز هم به اون پیمان دعوت بشم لبیک میگم، داخل میشم. در حالی که کسانی که در اون پیمان ایجاد کرده بودن همه مشرکین بودن و در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی از اونها زنده هم نمانده بود. پس تعریف و تمجید از شخص و افعالش اشکالی نداره، اما اگر این منجر به این بشه که ما دین اون رو تعریف و تمجید بکنیم، بله در این صورت مشکل است. بیننده عزیز بفرمایید. یک بیننده پرسیدن که سلام علیکم، سوال مهم دارم در مورد یک رواجی هست که 1 روز یا 2 روز به عید مانده ختم یا خیرات میگیرن، میگن که عید مرده. آیا در دین اسلام وجود دارد؟ پاسخ بدهید. هرگز همچین چیزی در اسلام وجود ندارد. ما عید مرده نداریم، عید برای زنده هاست. و اینکه قبل از عید برن سر قبر یا روز عید، این خیلی دقت بکنید. عده از مردم عادت دارن روز عید نماز عید رو که خواندن از عیدگاه یا از مسجد میرن سر قبرستان، اونجا زیارت قبر میکنن. این بدعت است. روز عید روز خوشحالی است. روز عید روزی نیست که تو بری اونجا سر قبر مردات رو یاد بکنی، خودت هم غمگین بکنی، خانواده و دوستانت هم. روز عید از عیدگاه انسان خوش و خندان باید برگرده خونش با زن و بچهش، روز عید رو تجلیل بکنه. روز عید روز خوشحالی است، روز فرحت است، روز به اصطلاح تفریح است برای مسلمان ها. رفتن بعد از نماز عید سر قبر، رفتن روز جمعه بعد از نماز جمعه سر قبر، قبل از عید 1-2 روز عید مرده گرفتن و خیرات و چیز دادن، اینا همه بدعت هایی است که هیچ اصل و اساسی در دین مبین اسلام ندارد. خب دوستان عزیز، سوالات خیلی زیاد است، هم از طریق واتساپ. انشاءالله در هفته آینده بقیه رو پاسخ خواهیم داد، چون کم کم داریم به پایان برنامه میرسیم و تشکر میکنیم از دوستان عزیز. سوال مهمی نبود که من در کامنت ها پاسخ بدم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به پروردگار متعال میسپارم. اگر سوالی دارید و انتقاد پیشنهادی دارید از طریق همین شماره واتساپ میتونید برای ما بفرستید. الله یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة